خب بچه‌ها سلام، خوش اومدید به دولول شو قسمت 2. توی دولول شو که سری پادکستایی که تو کانال دولول ما آپلود می‌کنیم راجع به یه سری موضوعا که تعیین می‌کنیم خودمون با ایشاتون میریم یه سری موضوع جالبی اول تعیین می‌کنیم و یه سری اطلاعات راجعش کسب می‌کنیم و درباره‌اش صحبت می‌کنیم که بعداً هم موضوعاتو از بقیه هم بپرسیم، مثلا چی جذابه راجع به اونا هم خودمون صحبت نمی‌کنیم. خب کنسله اون قضیه کنسل میگیم. موضوع بعدی از قضاوت. یه سری لیست داریم آخه اول اونا رو راجعشون صحبت کنیم. تو این قسمت قرار راجع به موضوع خوب و بد، درست و غلط، right or wrong, what's good and what's bad, who says what's good، اینجور تایتلا قرار هم دیگه صحبت کنیم و اینکه یه بحث یه سری دیسکلیمر رو بگم اولش. ما اینجا خیلی گرمه اصلا کات. آره خیلی گرمه. اونو کلا ما بذار پیلوت. ما که اینجا خوبیم و لباس ما لباس واسه فصل میپوشیم نه واسه دما. بجاله. من نمیخوام. دیسکلیمر میگم که عرض کنم به حضورتون که توی ویدیو قرار نیست ویدیو آکادمیک نیست، ویدیوی ایژوکیشنال نیست، هیچ کدوم از ویدیوهامون. آره دقیقاً هیچ کدوم از ویدیوهامون پادکست خودمون دوست داشتیم موضوع رو رفتیم راجعش اطلاعات کسب کردیم و تا جایی که ممکن بود از منابع موثق البته و راجعشون قرار صحبت کنیم. ما نه متخصص این چیزایی هستیم که داریم راجعشون صحبت کنیم و نه قرار مثلا بگیم که این درسته و بقیه غلط. نظر شخصیه به علاوه جمع نظر بقیه. و موضوع امروز هم که همونطور که گفتیم راجع به خوب و بد و درست و غلط و این چیزاست. بله. آیه رامتین جان، خوب و بد رو کی تعیین میکنه؟ چی خوبه چی بده؟ نمیتونم از قبلش یه چیزی بگم. نمیتونم. من سوال بعدی. حالا میتونم من از قبل بیام. چون براتون میگم که من داشتم راجع به این و یه سری موضوعات دیگه که قبلا دوست داشتم رفتم دنبالش، خیلی ازشون رسیدم به بحث تکامل. یعنی همه چی تکامل همین، یعنی رفتم تاش رسید به اون. برای خودم خیلی سوال بود که چرا مثلا این آره اون نه، چرا فلان نه. رسیدم به مثلا راجع به این موضوع خارج از این بحث پادکست من، مثلا راجع به این که آقا چرا قدرت دست مرداست چون فقط زورشون بیشتره بس نیست. خب خیلی دیگه از زورشون بیشتر بود. چرا مثلا بین مرد و فلان رفتم دیدم مثلا چی شد تو تاریخ تو فلان. اینم مثل پادکست قبلیمون رفتم رسیدم به بحث تکاملیش که ما یه جمعی بودیم، این صحبت‌ها رو تو قبلی هم کردیم، یه جمعی بودیم، یه گروهی بودیم که باید میرفتیم غذا پیدا می‌کردیم. در وهله اول میرفتیم غذا پیدا می‌کردیم. یعنی غذا چقدر ریشه چقدر چیزای ما بوده و هست. غذا تعیین میکنه کی خوبه کی بده. آره تو یه جمله بخوام غذا یه سری چیزای دیگه وارد نشیم. آره وارد شدیم. و این توی گروه بودن، مثلا ما تو گروه ایم، خب تو زنده بمونی به نفع منه. ما چون تو یه گروه ایم ما باید به هم دیگه کمک بکنیم. مثلا تو حالت بد شه، تو مثلا دستت قطع شه، خب یه نیروی ما ضعیف شده، میومدم ما رو میخوردم فلان، پس من باید مراقب تو میبودم. من به تو یه حالی دادم، این حال متقابلا برگشت. چرا؟ تو از من یه حالی دیدی، جواب منو دیدی، جواب منو دادی. منو دلیلی داشتم که بهت حال دادم. در ابتدا به خاطر تو نبود، به خاطر توی نوعی منظورم، به خاطر خودم حاله بود. خاطر خودم بود. راجع به اینم صحبت دارم. حالا من به توی حالی دادم، تو به من حالی دادی، یه سری چیزا کم کم فرم گرفت، یه سری شرایط‌های پرتکرار، یه سری حالا فرم گرفت که تو این موقعیت‌های خاص مثلا آقا اینا خوبی محسوب شد. چون طرفم براش این ترجمه شد، اونم بهت خوبی رسون، یعنی 4 تا حال دادی، 4 تا هم انرژی گرفتی ازش. حالا نه به مساوات. از این قضیه شروع شد که درست چیه، غلط چیه، کار خوب چیه، کار بد. کار خوب چیه، کار بد.
بد چیه. چند تا پادکست و کتاب رفتم دنبالش، توی همشون یه سری تعریف‌ها رو من دوست داشتم، به نظرم درسته، کاربردیه. این برام خیلی مهمه که آقا تعریف خشک و خالی آدم بده که فلان کس فیلسوف فلان گفته که درست این است، غلط این است. خب غلط این است، غلط اینت فیلسوفه آره یه چیزایش میذاره. چیزی هم راجع به این تعریف‌ها کانتکستش خیلی، مثلا تو پادکست قبلی گفتم مثلا این که میگن پادکست قبلی راجع به همه چی گفتی. وایسا یه جمله بود، خودت باش یه جمله لزوما غلط نیست. این که میگه یه چیزی از میگن تکست کانتکست، تکست جالبیه ولی قابل تعبیر به هر کسچری هست. خب اینی که میگن این جور جمله ها کانتکستش هم مهمه، این که طرف تو چه زمینه این جمله رو گفته خیلی مهمه. مثلا میگن فیلسوف فلان اینا، آره این فیلسوفه مهمه که تو چه زمینه، اصلا کجا بوده که این جمله به ذهنش رسیده. آره گفتم پرانتزی باز کنم و تعریف کاربردی بودیم. آره یه سری تعریف کاربردی از چند جهت چند تا تعریف من پیدا کردم، به نظرم خیلی جالب بود. من تعریفا رو بگم راجعش صحبت بکنیم یا تو قبلش بخوای چیزی بگی؟ نه همین چیزا است، تعریفا رو بگو چیزی به مانند پادکست قبلی خلاصه نکات در میاریم. تعریف راجع به درست و غلط. آره کلا چه کاری خوبه چه کاری بده، چه کاری درسته چه کاری غلطه، چه کاری مثبته چه کاری منفیه. یه تعریف این بود که بیشترین خیر رو به بیشترین تعداد انسان ها برسونه. یه تعریف این بود. این یعنی کار خوب. آره خیر رو اگه مخالف شر بدونیم میشه جالبه. تو خیر رو تعریف دقیقاً همینو یه جای دیگه صحبت میکرد که تو خوبی رو خیلی سخت میتونی تعریف کنی ولی بدی رو خیلی راحت تر میتونی تعریف کنی. یعنی خوبی رو بگی بدی نه. آره ولی که بدی نه. مثلا چه میدونم تو خیابون داری راه میری به یه آدم ناتوان مسن یا با شوخی بکنی بگی چیزی رو پاش دری، کی میگه این کار خوبه؟ اینا همه قبول دارن کار بدیه دیگه. نه همین ببین وارد یه قلمرویی شدی، قلمرویی که خوب و بد است. من یه قلم چی میگم، من طی سیر و سیاحت چی میگم، سیر و سلوک خیلی به خدا باید برسی فکر کنم. حالا توی سفری که داشتم توی موضوع رسیدم به جایی که گود تینگ و بد تینگ نداریم، فقط تینگ داریم. یعنی چی؟ یعنی که اون مسن ممکنه بابای تو رو کشته باشه. اگر بابای تو رو کشته باشه اوکی دیگه، بری تو خیابون بزنی زیر پاش. آره یه سری چیزا فکته، یه سری خوبی بدی ها، یه سریا فکته. اینی که من دارم میگم اصلا هیچ خصومتی به تو یا رهگذری که اصلا نمیشناسیش راجع به این بگو. آره مشخص. یه سری چیزا فکته. آره. یه سری چیزا حالا بعد راجع به صحبت کنیم. آره. یه سری چیزا قطعا خوبه، یه سری چیزا قطعا بده. همین این قطعا رو مرزش کجاست؟ کی تعیین میکنه؟ آره. حالا وایس که با توجه این تعریفا میشه یکم کنکاش کرد توش، رفت توش. اولی که بیشترین خیر برسه، مثلا مثال میزن، میگفت که تو سوار قطاری، یه مثال خیلی معروفی، تو سوار قطاری داره میره، یه نفری هست خیلی چاق و فلان و با وسیله، قطاره داره میره یه جایی که تصادف بکنه، مثلا میره روی دست اندازی روی فلان، دیتیلش دقیقا آدم نیست. گفت اون یارو گنده رو چاقه رو که یادم وسیله داره، اینو از قطار بندازی بیرون، 5 نفر دیگه هم تو قطارن، همه زنده میمونی. میندازیش بیرون. رسیدی به یه چیزی که من راجبش میخوای الان بازش نکنیم؟ آره میشه اینجا پاز کنیم، من یه پیش زمینه‌ای بگم راجبش. بفرمایید، خواهش می‌کنم. این تو ذهنت باشه. ببین من از اون سمتی که رفتم راجبش تحقیق کردم، یه موضوعی هست به اسم consequential moral reasoning. خب یعنی چی؟ یعنی این که میگن که فارسی چه میدونم، consequential میشه مبتنی بر نتیجه، مورال یعنی اخلاقی، ریزنینگ هم یعنی توجیه، دلیل آوردن. میشه چیز مثلا این که ساده شدهش میگم ما اونقدر قرار نیست عمیق وارد مفاهیم شیم و اینا، درک خودمون داریم میگیم. سادهش میشه اگر کار ایو کنم بی اتفاق میفته، حالا اگر این بیو بخوام اتفاق میفته ایو انجام میدم، اگر این بیه بد باشه ایو انجام نمیدم، نتیجه رو میبینی چجوری و فلان میشه. بعد قبل از این که ما یه سری
تکاملا پیدا کنیم و در مسیر تکامل یه سری خوب و بد و یه سری تعاریف به خوب و بدمون اضافه شه، ما تنها راهمون برای تفکیک خوب و بد همین بود. این که مثلا میدیدیم مثلا میری توی دشتی صدای قررش شیر میاد، مثلا چی میگن، یه دشتی که پر از بوته‌های بلند انقدیه، با بچت میری اونجا صدای قررش شیر میاد، بعد بچت میمیره، اصلا نمیبینی کی شکارش کرده. نتیجه میگیری که ایمون چیز بود، ایمون صدای قررش بود، بیمون میشه کشته شدن بچت. نتیجه میگیری که صدای قررش مساوی بد، یعنی اونو دیدی فرار کنی سری. بعد عرض به حضورت که رسیدیم به اون چیزه. این چیزه چی میگن، نتیجه گرایی، اون که بر اساس نتیجه تصمیم میگیریم چی درسته چی غلطه، یه جاهایی باگ داره. کجا باگ داره؟ همینی که تو گفتی باگشه. حالا چیزی که تو ذهن من بود مثال اینجوری بود. ببین مثلا اول در مورد مثال قبلیت یه چیزی بگم که تعریف قبلیت، این که بیشترین خیر رو به بیشترین آدمو برسونه. مثلا فرض کنید قطار داره میره، چجوری بگیم یکشم بچه‌ام ببینن، مثلا قطار داره از اینجا میاد، تو هم ببین از این مسیر میاد. خب دیدی قطارا مسیرشون میشه عوض کنن فلان. فرض کن اینجا 5 تا آدمن، نه اینجا 5 تا آدمن، از اینجا داره میاد، اینجا یه آدمه. خب حالا تو فرض کن اینجایی میتونی ریل رو عوض کنی. این که قطار رو مسیرش رو عوض کنی بره سمت اون که یه نفر توشه و اون یه نفر بمیره، اخلاقی یا نه؟ اگر اینا نباشن این کار اخلاقی نیست، ولی وقتی بیشترین خیر به بیشترین آدم برسه این کار اخلاقی حساب میشه. یعنی تو مسیر عوض کنی یه نفر جای 5 نفر بمیره. خب حالا مثالش چی بود که خیلی جالب بود؟ میگفتش که حالا فرض کنیم ریل عوض کردن رو ول کن، فرض کن 2 تا ریله اینجوری، اینم شما ببینید. یادم بیاد یه قطار داره از اینجا میاد، اصلا 2 تا نمیخواد، یه قطار داره اینجا میاد. خب اون یکم میره. فرض کن 5 تا آدم این جلو وایسادن، یه قطار داره از اینجا میاد، تو اینجا وایسادی، یه آدم هم کنارت وایساده. خب اگر همجوری وایسید نگاه کنید، قطار میزنه 5 نفر رو میکشه، اونو هول بدی. تو یه راه داری که هول بدی طرفو، تو مسیر قطار میخوره به اون یه نفر، وای میسته دیگه به اون 5 نفر نمیشه. آفرین. اینجا چی میگفت؟ خیلی جالب بود. میگفت اون اگر بر اساس همون نتیجه گرایی و این که بگیم نتیجه کارمون توجیه میکنه کار ما خوبه یا بد، پیش بری بدون هیچ سوگیری و بدون هیچ چی میگم احساس دیگه ای، نتیجه میگه که خوبه دیگه، یه نفر جای 5 نفر میره، نتیجه اون مثل قبله. ولی اینجا یه چیزی پیش میاد، یه سری احساسات و یه سری عذاب وجدانا و اینجور چیزا پیش میاد. این که تو یکی هول بدی شبیه قتل حساب میشه. خب احساس بدی داری از این کار، هرچند نتیجهش خیلی خوب بوده. ولی اینجا این باگ میشه، یعنی برای این توجیه نتیجه گرایی یه باگ پیش میاد. حالا اون مثالی که زدی بود، حالا پس وارد اون همین بود. این تکمیل شدهش بود که 2 قسمته که یه چیزی رو بخواد نشون بده با این که میگفت ما با اینم دقیقاً تو پادکست قبلی رو چه صحبت کردیم دیگه، اینو نگیم، اینا رو صحبت هر چی بخوایم بگیم صحبت کردیم. بیرون مغزمون انگار یه لایه سطحی داریم، یه لایه عمیقی داریم. خیلی ساده بخوایم نگاه کنیم. خواهش میکنم تمام میگیره عمل آره با وضوح هم میگیره. اگر که ما یه سری چیزا رو، یه سری اتفاقات رو، من پشت دودا ببین، یه سری اتفاقات رو در لحظه تو یه ریاکشنی نشون بدی، مثلا تو ماشین داری میری تو خیابون، پشت سرت یه بوق میزنه، چند تا بوق میزنه، تو در جا ممکنه یه فوشی بدی، اصلا شاید اون نشنوه، اصلا شاید بالاست، یه فوشی بدی تخلیه کنی خودتو، بعد حالا بیای بغل اون بره. این اون لایه بیرونی مغزمون که احساسیه میاد ریاکشن نشون. حالا یکم که زمان به خودت بدی، حالا این فکره یکم نفوذ میکنه تو مغز، حالا بهش فکر میکنی بابا شاید یارو مثلا یه مریضی داره، یه اتفاق خیلی بدی افتاده، خیلی دیرشه، خب پشت تو وایساده، تو هم بودی بوق میزدی. این که تو هم بودی بوق میزدی اینم خیلی حرف هست راجبش. خودتو بذاری جاش، اگه خودتو بذاری جاش میبینی که خب اوکی بود. پس مغز ما انگار 2 تا شخصیت داره تو زمانهای مختلف. لحظه اولش باید 2 تا، ولی اینجا 2 تا. باید تفکیک کرد. اولا یکی که میخوای هول بدی، باید با اون قسمت احساسی مغزت بتونی کنار بیای.
اگر که اون ریلو اون فلانیه رو بکشی، ریلو که نمیکشن چی میکشن، اون دستگیره رو بکشی قطار چیز بشه، این همونه. ولی انگار تو با یه واسطه داری این کار میکنی. خودت میدونی کاملا که اون واسطه بازم تویی، بازم تصمیم تو بود، ولی مغز ما اینجوری خوشو گول میزنه چون اون لحظه‌ای که تو میخوای تصمیم بگیری، اون لحظه تصمیم گیریت بالاخره با اون احساسی یک سر کار داره. احساس آفرین اگر سنگین‌تر باشه بیشتر سایه میذاره تصمیمت. میبینی مثلا چی میمونه؟ مثل این که میگن یه جمله دارن، یه جمله نیست، یه روایتی میگن، یه روایتی دارن این گنگستر رپرها و گنگستر آمریکا، میگن که اسلحه باعث میشه که تو عذاب وجدان ناشی از کشتن بهت کرد. اصلا فقط اونا نمیگن، اصلا تو جنگ هم اینو میگن کمتر بشه. آره عذاب وجدان ناشی از کشتن رو کمتر بکنه. اگه با چاقو بکنی تو قلب یکی، قشنگ اون اکت، اون عمل کشتن رو حس میکنی، عذاب وجدان میگیری. واقعا کمتر آدمی هست که هم چیزی رو دقیقاً حتی از اون طرف آسیب بد رسونده باشه بهت. دقیقاً. و بمب بازم مسئولیت کمتر. آفرین، یه دکمه است. رفتیم وارد یه چیز دیگه، اینم کوتاه بگم راجبش، که در مورد چیز میپرسیدن مثلا از یه هولوکاست، گفتن آقا مثلا این همه کارمند و فلان و این چیزا بودن، اینا خب این همه یعنی جانی بودن، همشون عین هم جانی بودن، همه آدم بعد. از یارو میپرسیدن مثلا تو که میدونستی قضیه چیه، تو چرا مثلا تو که آدم خوبی هستی مثلا تو چرا این کارو میکنی؟ گفت که من که آدم نمیکشتم، من فقط زندانی‌ها رو جابجا میکردم. آفرین. این یعنی خودت داری گول میزنی، چون لحظه تصمیم بالاخره تو گیر قسمت احساسی مغزتی. خیلی سخته مثلا با مدیتیشن و یه سری کارا میشه اونو بهش غلبه کرد، قسمت احساسی رو. آره که قسمت درستی نیست، قابل اعتماد نیست. اینجا درست بود. موقع گول زدن درست نبود. آره قابل اعتماد نیست. نه معمولا اتفاقا تو وقتی بهش تکیه میکنی شکست میخوری. من چیزو دارم میگم، اگر راننده کامیونی باشی که مأمور انتقال زندانیاست، اون لحظه احساست تا حرف درستی میزنه. آره دیگه، ولی در مجموع خب کار اشتباهی داره انجام میده. آره دیگه، یعنی احساسی معمولا ما رو گول میزنه. پس تصمیم درست به نظر من با توجه به اینکه آقا قتل کار بدی است، بله نه این جمله نیست فقط. آره آقا یه نفر یه جانیه میاد میخواد 10 نفر رو بکشه، مثالشو یکم حادتر کنی. وقتی یه مثالو دو تا حالتو، من خودم اینجوری ام با خودم، دو تا حالت نمیتونم مثلا تفکیک کنم که این یا این، یکم مثالشو اغراق‌آمیز برای خودم میزنم، مثالو کش میدم منطقی که ببینم تو این مثال اغراق‌آمیز من تصمیمم کدوم دسته است. اول دسته‌ام مشخص کنم، حالا بیام ریز شم، حالا ببینم که کدوم دسته نزدیک، آره A یا B کدومشه. کار درست اینه یا باید یارو رو کشت. آره کار درست اینه وقتی جانی طرف و باید با این پیدا کنار اومد، ولی معمولا همچین چیزی نیست. معمولا با قسمت احساسی ما مغزمون آره تصمیم میگیریم، بعدن که بخوایم فکر کنیم یه کاری کردیم، آره فشار رو دادیم یا رو کشتیم، آره. نمیدونم اون تیکه رو انداختیم، اون دگده رو زدیم. من راجع به این یه راهکار یاد گرفتم، تاش صحبت کنم الان نمیگم. مثلا همه رو جمع کنیم، چون همه رو جمع هر چی بیشتر پیش بریم بیشتر میفهمیم که ما ریدیم تو سری تصمیم گیریات. تاش میام خیلی ساجی بود. از خانم جولیا، یه نویسنده کتابی بود. جولیا هوبت اصلا نمیفهمش. خب بعد عرض کنم یه تعریف که تعریف ها بگو. اون بگم آره بگو برای من عوض میشه کلا. خب یه راه دیگه داشت که میگفت تو میگی که فلان کار درسته، من به عنوان رفیقت میگم که نه غلطه. اینجا یکم بحث پیش میاد. یعنی ما یه سری بحث داریم که درون گروهیه، ما در برابر ماست، یه سری بحث داریم ما در برابر آنها. اینم جلوتر بازش میکنم. حالا ما داریم با هم صحبت میکنیم، بحث من و تو ما در برابر ماست. به نظر من با ارزش‌های اخلاقیمون که تقریبا یکیه، به نظر من این غلطه، تو میگی درسته. من برای این که برای من واضحه محرز غلطه، برای این که بیام یکم مثلا به تو نشون بدم که نه آقا این کار غلطه، این به ضرر توه، باید بیام یکم از دیتیلش بپرسم. خب بپرسم چرا انقدر دلیل کارتو بپرسم که برسم به یه فکتی.
به یه جمله نهایی که جفتمون با ارزش اخلاقی که داریم تاییدش بکنیم که آقا آره بفهمین توی زمینیم. آره هی دیتیل بپرسیم بریم برسیم به یه چیزی، از اون نتیجه بگیریم که آقا این کار درسته یا غلطه. مثال میتونی بزنی؟ مثلا چه میدونم من میتونم مثلا یه درس بخونم مثلا یا کار بکنم، یه تایمی نشستم دارم بازی میکنم. تو میای به من میگی که چرا داری مثلا وقت رو تلف میکنی، چرا نمیری درس بخونی، چرا نمیری کار بکنی. خب میتونی سوال بکنی از من. به این نتیجه اگر تش برسیم که آقا من الکی فقط دارم یعنی دلیل بازی کردن من تنبلی است، اگر به این برسیم خب کار من غلطه، باید مثلا بلند شم کارم بکنم و درسم بخونم. اگر که نه حالت دیگه هم داره که آقا من همه کارا رو کردم، اینم سوال دارم از تو. جالب. همه کارامو کردم، مغز اینجوری نیست که باید یه جایی تو استراحت بکنی، باید یه تایم پرت ما داشته باشیم، این بایدیه. اینجوری نیست که صبح تا شب مغز ما کامپیوتر نیست، باید یه ساعتای، یه روزای، یه ماهایی بتالت باشه آدم شغل کنه. آره اگر واقعا این باشه برسیم به این و کار من درسته. که معمولا تنبلی این وسط میاد، البته چیزها تنبلی غالب است. آره ولی اون حالت هم هست. تا بس جلوتر بود چون بس چون الان ازت بپرسم بین یه رز جوزامو برطرف کنم برو بریم. بین خوب و خوبتر، یه کار درست، یه کار درست تر. خب تو میگی باید درست تره باشه؟ بعد من میگم باید چی میگم، هیچ کار خوب که نیست، ضرر هم داره نسبی دیگه، خوب و خوبتر. نه منظورم که بدیاش هم چک کنیم. بدیاشو چک کنیم یعنی مثلا ببین، یعنی کاری که خوبتره بدیش هم کمتره. آره بدیش هم کمتره. بدی منظور خیلی چیزاست. بدی یعنی مثلا انرژی واسه انجام دادنش هم بدی حساب میشه. مثلا اگه انرژی بیشتری داره واسه انجام دادنش این بدیه. بدیه که بیشتره از قبلی. مثلا ما می‌خوایم تفریح کنیم، می‌خوایم بریم پارک. مثلا تو میگی که مثلا یکی تو جمع میگه نه بریم شمال، اون که بیشتر خوش میگذره که اون واضحه که آدم به تایمش باید بسنجه به اون انرژی که داره میده، اون سودی که دریافت بکنه مقایسه میکنه. نه خب چرت و پرت آقا، مثلا من میخوام یه روز حال بکنم، میخوام یه روز و نیم مثلا حال کنم، میخوام 5 ساعت حال بکنم. خب شمال گزینه یه مسافرت گزینه اشتباهی میشه مثلا. دارم مثالش فکر کنم پرکتیکال و کاربردی تو زندگی روزمره هم چیز داریم مثالی. آره آره مثلا تو میتونی با یه آدمی، خب مثال از دختر میزنم، تو میتونی با یه دختری در ارتباط باشی، وقت تو بگذرونی که دختر خوبیه، خب ولی چون میشه با یه دختر خیلی بهتر از اونم بود و وقت گذرون، پس این کار کاملا اشتباه. خیلی مثال بیچیده‌ایه که تاشم دوباره یه سوال دارم راجع به همین نظر. میدونی پس ذهنم چیه؟ میپرسم. من دارم به یه سری من دارم واسه جواب دادنش به یه سری کتشرا فکر کنم که وارد ربطی نداره، خیلی بحث میپیچه. بگو چی تو ذهنته؟ تو ذهنم اینه که ما اکثر نه خیلی از چیزایی که میدونیم خوبه بده و بالعکس. خیلی چیزامون و خیلی نظامای اخلاقیمون بر اساس یه سری کاراکتر چیده شده که این کاراکترها اشتباه تعریف شده برامون. خیلی شاید توش نرفتیم. شاید یکی بود یه جمله میگفت ما تمام فکرایی که تمام حرفایی که میزنیم اعتقاد منظورم مذهبی نیست، مثلا اعتقاد دارم این کار درسته این کار غلطه، میگفت یه تخمیه که یکی کاشته رو تو ذهنمون نمیدونیم کی، ممکنه پدر مادر بودن، ممکنه تو مدرسه بوده، ممکنه از تلویزیون یاد گرفتیم، از فیلم یاد گرفتیم،
از کسی که حالا ازش انگیزه کتابی چیزی آموزش پرورشمون. آره و خیلی مهمه که سوال کنیم دوباره. اصلا نمیشه آدم راجع به همه چیز واقعا سوال کنه، ولی یه سری چیزا رو باید سوال کنیم و بازنگری شه. آیا این چیزی که من فکر کنم درسته واقعا درسته یا نه؟ شک میگن شروعه تعقله. دقیقاً من چند سال همش دارم به همچین شک میکنم. شک منظورم مثلا به تو شک میکنم نیست، تو میدونی، ولی بقیه هم توضیح میدم. به چیزایی که بهش باور دارم، چیزایی که تا حالا به نظرم این بد بوده یا خوب بوده. آره. که آخرش چند تا مثال دارم که میخوام راجعش صحبت بکنیم. راجع به همین. پس چی شد تو نظرت چیه راجع به این که خوب و خوبتر و فلان؟ همون مثالی. من نظرم اینه که همیشه به یه جواب میدم بعد ردش کنم. یه جواب منطقی به اینه که بین خوب و خوبتر معمولاً خوبتره. آره. مثلا 70% مواقع خوبتره درسته، 80% خوبتره درسته. به نظر من نه. مثلا تو مثالی که زدم این دختر خوبه، دختری خیلی بهتره. این یه تجربه دیگه است. تجربه من داشتم میفهمم شاید پرت بشه. آره. اون یه تجربه دیگه است. آره. انقدر نمیتونیم ما بفهمیم اصلا که چی خوبه چی خوبتره. یعنی تو مثلا میگی که این دختر خوبه اون دختر خوبتره. خب حالا با توجه به حرف قبلی که زدم یکم سوال کنیم چیش خوبتره. یعنی ظاهرش خوبتره، اخلاقش بهتره، نمیدونم شعورش بهتره، باسوادتره، ملاکات چیه. شاید اصلا ملاکات کسچهره باشه. آره. شاید جالبه. حالا وایسا قبل اینکه بحث آغاز کنی بگم ملاک به تو گفتم بچه‌ها نمیدونم. من واسم خیلی این موضوع سوال بود و شانسی داشتم راجع به همین مسائل سرچ می‌کردم و اینا یهو خوردم به یه چیز انحرافی که خیلی اتفاقا جذابه. میگفتش که یه نویسنده‌ای بود صورتش هم سوخته اسمش یادم نیست. داشت راجع به این که زیبایی ملاک اون برای نمیگم زیبایی چون جذابیت و زیبایی رو براشون دو تا تعریف متفاوت کردن که میگن همه آدما زیبان ولی همه آدما جذاب نیستن. همین چیز. بعد میگفت ملاک ها برای جذابیت که من چرا قبول ندارم. منم قبول ندارم ولی خب چون همه قبول که یه سری آدم قبول دارن. میگفتش که ملاک ها تقریبا اینو نگفت شرط قاره‌شو نگفت. آقا مثلا شاید ملاک زیبایی تو یه قاره و یه قاره دیگه فرق داشته باشه. ملاک جذابیت اینشو نگفت. آره منم فکر کنم داره. چون یه سری جاها اصلا مرد پرمو دوست دارن، یه سری جاها مرد کم. حالا ولش مثلا چینی‌ها پای کوچیک‌تر دوست دارن. نمیدونم چینی‌ها که بودن نمیدونم شرق آسیا ژاپنی‌ها پارچه می‌بستن. آره. یادمه می‌بستن. آره. این یه ملاک اون برای که جای دیگه خب شاید اصلا مهم نباشه. بعد آره میگفت کلاً جذابیت ها میاد. چی گفت که رفتم تو این این که خوب و خوب در آره. میگفتش که خیلی حرف بیرحمانه ولی میگه که معمولا مردی که 9 از 10 از لحاظ جذابیت به یه دختر میگه 9 از 10، مردی که 1 از 10 هم به همون دختر میگه 9 از 10. یعنی ملاک ها تقریبا یکی از جذابیت. ولی کسایی که میگن خیلی بیرحمانه از اینجای حرفش، یه کسایی که خودشون الان این قسمت جملهشون کسایی که میگن زیبایی برام مهم نیست، جذابیت برام مهم نیست، فلان چیز مهمه، به خاطر اینه که خودشونو هم سطح با اون دختره نمیدونن خیلی. یعنی امکان دسترسی مثلا به دختر 9 رو نمیبینن، مجبورن دختر مثلا 5 انتخاب کنن. حرفی نمیزنن دستش به گوش نمیرسه به اون بگید. آره دقیقاً همین میگفتش که چون نمیتونن رده بالاتر از خودشون رو دست پیدا کنن میگن که نه مثلا ظاهر نیست، خیلی نامردی بود. آره نه درسته. دقیقاً همین. من از اون چون شنیدم یه خورده شک کردم. خیلی مثلا راجع به پول، یارو راجع به پول خیلی دیدیم چون همون مثالو در مثلا پول نداره بعد میاد ملاکشو همینجوری انتخاب میکنه، یعنی خودشو گول میزنه. اینکه نه من اصلا بحث من پول و بحث من ثروت و بحث من این چیزا و این حرفا نیست، اصلا من اینه ملاک من اصلا پول و این صحبت ها نیست توی ارتباط با انسان دیگه. چون
هر کی راحت‌تر با قشر خودش در ارتباط باشه میدونه همون آدم با همون کاراکتر اگر مثلا ثروت بیشتری داشته باشه چقدر آپشن‌های بیشتر داره. اصلا بحثی نیست که پول بیشتر خوبی و این اولین برداشتی که اولین برداشت احمقانه که از این حرف میشه برداشت اینه. بس هم این نیست. بعضی که طرف چون خودش پول نداره اصلا بر من پول مهم نیست. اگر داشته باشه آره داره و میگه نه آقا بر من مهم نیست. اگه نداشته باشه طرف رو زمین وایساده میگه من اصلا نمیخوام برم تو پنت هاوس. شاید اصلا نمیتونی بری، شاید اصلا ندیدی چه حالی، شاید نمیتونی بری. نه خیلی بحث چیزیه. آخه تو تکامل هم تقریبا این نمیدونم حالا راجع به این دنبالش نرفتم، ولی چیزی که من این ور اونور شنیدم از تک تک نویسنده و محققا و دانشمندا اینه که تکامل مرد منابع تعیین می‌کرد، هرچی منابع بیشتر منابع مرد بیشتر که مساوی با ثروت اعلام میشه. اون زمان مثلا زور بود، مثلا اینکه بتونی شکار کنی فلان، یا مثلا بعد اندازه هیکل. آره سینه است، سینه منظورم بالاتن است. واسه این پای مردم کوچیکه باز مهم نیست واسه دختره. چون پاج اصلا جذاب نیست. من یه جا نمیدونم کجا بود، جایی داشتم میشی تکامله گفتی همه چی تکامله. همه چی سینه جلو. آره من واسه این ویدیوها چقدر جالب بود. یه جای دیگه راجع به این صحبت کردیم، فکر کنم اصلا ویدیوشو نذاشتیم. راجع به اینکه آره راست جلو باشه، یعنی نشون از این داره که من آماده هر خطریم. یعنی انقدر مطمئنم بخوام من که دارم اینو میگم، یعنی من خودم نمیتونم برم تو اون پنت هاوس و میگم که آره من ملاکم چیز دیگه، من خودم اونم، من خودم اون آدمم، ولی برای همین درک میکنم. آره هست چیزایی که واقعیت داره. بس شوخی میکنم اینجوری نیست. ولی اون تو پنت هاوس هست چی میگم مجبورم تایید میگم برعکس. هر چی سلام میدونم. کجا بودیم؟ این واسه تمام شد. ملاک زیبایی و فلان این چیزا فرق میکنه تو قاره و این چیزا. آره اون تمام شد. خواستم بگم که میگیم خوبه خوبتر، بعد میگیم که حالا ظاهرش خوبه یا فلانش خوبه یا فلانش خوبه. این وارد سلیقه میشه. آره این توجه منو جلب کرد که بگم ظاهر از نظر همه یه چیز خوبه. آره و من خیلی چیزا رو میخوام توضیح بدم. من با عدد خیلی راحت ترم، خیلی راحت تر میفهمم و راحت تر میتونم بفهمونم که منظورم چیه. مثلا سه تا معیار بگیم، سه تا معیار یک انسان. در مورد دخترش صحبت میکنیم، راجع به همون ما پسریم مثلا میخوایم با دختر ارتباط بشیم، میگم که دختر خیلی خوب تره. خب سه تا معیارش از 10 هر کدوم نمره بدیم، مثلا میانگینش شده 8. ولی یکی دیگه میانگینش 6، میانگین سه تا معیار اصلی من. خب 8 بهتره دیگه؟ نه اینجوری نیست. شاید از این معیارهایی که دارم مثلا اولین معیار اون آدمی که 6 شده، اون معیاری که برای من خیلی مهمه تو اون خیلی خوبه. آره یا اون چند تا صفت داره که دید همه خیلی خوبه، این نه دید همه انقدر خوب نیست، ولی یه صفت داره که دید من خیلی خفنه. اصلا شاید یه همه چیش مثلا اوکی اون 8، ولی یهو یه صفت خیلی بد داره که اصلا معیارتون نیست. اون سه تا ملاکان مثلا اخلاق و قیافه و چه میدونم وفاداری، مثلا اینا رو بگیم صفاتای اصلی، مثلا ایناش اوکی 8، ولی یهو دروغگوه. نه دروغگویی با وفاداری کانفلیکت، دروغگویی با وفاداری آره جوزیه عصبیه. مثلا عصبیه، یهو انقدر عصبیه که اصلا نمیدونی تو، فقط داری مثلا میبینی هم حالت خوبش خبرم نداری، یهو میاد 8 رو مثلا میکنه 2، ولی خبر نداری ازش. یه دقیقه پیش گفتم که مثلا چیزی که میخوام توضیح بدم با عدد خیلی ریدم تو مثلا خواستم یه چیز دیگه توضیح بدم که اصلا نشد. یه چیز دیگه میخواستم خلاصه دیگه اونو میپریم، اونو اینجوری شیرین آره نتیجه خوبی. آره که دیگه من اوکی خوبتر پس اینجوری شد که باید وارد دیتیل شد. آها و این که یه مثال دیگهش و این که آقا من الان شاید خیلی کار ما میتونیم بکنیم که ته نداره دیگه، این خوبیه ته نداره، این مفید بودن پرواضح بودن ته نداره. تو هر لحظه هر کاری بکنی بازم یه کاری هست که از اون کاری که داری میکنی مفیدتره. 100% داری کار میکنی یه کار پرپولتر هست. داری ورزش میکنی
یه ورزش پرپولتر هست، یه ورزش پرپولشه، پرفایده. آره پرفایده تر هست. پس اون ته رو ول کنیم. تا کجا میخوایم ته بریم؟ اون ته رو ولم نکنیم ها. نه به مرحله کمالگرایی نرسیم. آره یه حدی داره، مرز خطرناکی داره که اون رد بکنیم. این میشه شاخه آدم هی شاخه میپره، شاخه دیگه میپره، شاخه دیگه. که دقیقاً آدمای کمالگرا که ما اینجوریم و چقدر مشکل داره. خیلی جالبه. با چند نفرشون صحبت میکردم، گفتم که من کمالگرام. گفت بابا چرا تعریف میکنم؟ گفتم کمالگرا بودن رو تعریف میدونید؟ اسمش شیکوپیکه. کمالگرا بودن با کامل بودن دو تا چیزه. آره. کمالگرا بودن یعنی همیشه تو ناراضی. خیلی بده. این بده. این میگاد آدمو. میگاد یعنی هیچ وقت کاری که میکنی راضی نیست. اگر بلد باشی چجوری ازش استفاده بکنی، که اینا یه آموزشی میخواد تو کودکی، تو نوجوانی بلد باشی، خیلی کمکت میکنه. ولی معمولا اینجوری نیست. معمولا ضربه میزنه. معمولا یه درصد خیلی بالایی. آره معمولا هیچ وقت اعتماد نفس نداره آدم کمالگرا. همیشه فکر کنه همیشه فکر کنه بقیه بهترن، همیشه فکر کنه اصلا همین کاری که میکنه میتونه بهتر بشه. دقیقاً. آقا داریم فلان کارو میکنیم، داریم پادکست ضبط میکنیم، همین تایم اگه میذاشیم میرفتیم فلان کارو میکنیم بهتر نبود. اصلا نه ضبط میکنی تو ادیت میبینی مثلا فلان جا نور میتونه بهتر بشه، ولش کن بذار این قسمت رو نگیریم بعدی رو بگیریم. آقا قشنگ مثال خودمون رو زدی. قشنگ اوایل اینجوری بودم که وایسا فلان نور رو بخرم بعد ویدیو ضبط کنم، مثلا وایسا فلان میکروفون رو بخرم بعد ویدیو ضبط کنم. یکی از کسایی که میگایدن گفت نکن بده هر کاری میکنی، چون مخالف این قضیه نیما بود. گفت بده هر چیز بده. همین الان نگاه میکنم اصلا راضی نیستم ویدیو اولیو، ولی میفهمم که اگر اون کمالگرایی رو جلوشو میگرفتم هیچ کاری نمیکردم. آره قاطر دستاورد و داداش عروسی یا اینجور. آره مثلا منم هی دنبال این بودم که برام اینو بخرم اونو بخرم بعد ویدیو بسازم. گفتم چه کاری واسه فرشاد هستی ما هم کار شد اینو بخر اینو مثلا مثلا این مثال خوبتر که به نظر من اصلا نمیشه گفت. آره. نمیشه گفت. معمولا خوبتر هم نمیشه گفت. اینجوری آدم از تایمش اصلا لذت نمیبره. یه بحثی هست اسم لذت در زمان که اونم راجبش باید صحبت کنیم. آره در لحظه زندگی کن. من خیلی دوست دارم مثلا خب جدا راجب اون صحبت بکنیم. راجب این حرف داشتم و رسیدم به این گفتم که دیگه ننوشتم، گفتم که بذار اینو جدا صحبت کنیم. خیلی کارا هست. قشنگ اون جمله‌ای که باعث میشه آدم یه مثلا یه میتونه این برای میتونه قشنگ مسیر تو کچ کنه دیگه. هر کاری میکنی میتونه بره. ببین چیزایی که من والا تعریفات تموم شد. یکی دیگه‌اش هست. آره اینا خیلی بنیادی تره چیزایی که من در آوردم. این یه چیز دیگه هم هست. بگو تو ذهنم سعی کنم این با تموم شه این تعریفه. که کاری که میکنیم و کجا بفهمیم خوبه یا بده، گفت 4 تا بعد داره. یکی برای من یا برای ما تعریف میشه. خب نه ببخشید من و ما نه. یکی برای ما، یکی آنها، یکی الان، یکی آینده. یعنی همه اینا رو باید بررسی کرد. آقا مثلا من دارم با پلی استیشن بازی میکنم، تو میگی آقا مثلا کار نری، بهتر نیست پوشی کارتو بکنی. اینجا میشه راجع به این قشنگ تفکیک کرد که برای من الان شاید اون خوب باشه، اون خوبتر باشه، ولی برای من آینده نه، چیز دیگه بهتره. حالا برای ما الان فلانه، برای ما آینده فلانه. من خودم تا حالا قبل از اینکه حرفشو بشنوم اینجوری فکر نمی‌کردم، ولی اینجوری خیلی جالبه. یا چه میدونم ما داریم حیوان میکشیم میخوریم. آره. موشه آنها لزوما فقط انسان‌های دیگه نه. داریم حیونا رو میکشیم، ما داریم لذت میبریم. این کار بدی است یا خوبی است؟ انقدر با قطعیت نمیشه جواب داد، چون چند صد هزار سال داریم این کارو میکنیم. آره. و یهو دستشو نمیتونیم بکشیم که یهو این بد. آره. آره خب ضرر داره میرسه فلان، خب راه حل چیه؟ یکم وارد دیتیل بشین. آره. ولی آنها بعدن، آنها الان بهشون ضربه میرسه یا نه؟ من یه چیزی وجودت تو میپیچونم، تو الان اصلا نمیفهمی، تو 6 ماه دیگه میفهمی. آره. تو بعدن بفهمی ضربه داره یا نه. اون
اهرم‌ها رو که داره میکشه، قطار داره کج میشه، یا تصمیم برای آینده داری میگیری، ولی وقتی هولش میدی تصمیم برای الان داری میگیری. مغز اینا رو گیرپاژ میکنه، نمیفهمه ما الان، ما بعدن، آنها الان، آنها بعدن. این خیلی سخته. مغز آره به گام میره. این چیزا فکر کنم اینو مثلا اینجوریه که اینجور توجیه‌ها، اینجور سیستم فکری‌ها رو 7-8 سال بعد فکر کنی، اینجوری فکر کنی تا بره تو ناخودآگاهت. دقیقاً شاید نسل بعدی بتونه اینجوری درست. هی باید دقیقاً هی فکر کنی، تمرین کنی راجع بهش. بعد به چارچوب برسی. آره. بر خودت. به چارچوب برسی. که البته یه سری چارچوب‌ها هم هست که دین تعیین کرده و اونا رو من می‌بینم توش. آره. داستان جالبی داره. این از تعریف‌ها. خب خواهش من یه سری چیز که برای خودم جالب بود یه خورده قبل‌تر از این تعریف هست. این اونقدر کاربردی نیست، بیشتر تئوری و چی میگن اینکه مثلا بدون بازدهی نداره. بحث اینه که همون باگی که گفتم، قضیه این که مثلا تو باگ احساسات وارد کار میشه، نمیذاره تصمیم درست رو بگیری. خب ما تا قبل از یه سری داستانای تکاملی که گفتیم، مثلا اینکه ما فکر کنیم که این الگوی رفتار تعیین میکنه که این کار خوبه، پس اون کاری که تو در حق من کردی خوبه، پس من باید جوابشو مثلا با یه کار خوب بدم فلان. ما قبل از این چیزا، یعنی همون دوره ها، بر اساس نتیجه گرایی داشتیم فکر میکردیم. بعد که یه سری باگ وارد شد، مثل این احساساته، مثل این که من میگم این کار درسته و میدونم درسته، تو میگی این کار غلطه و میدونی این کار غلطه، حالا کی میخواد تعیین کنه؟ یا چه میدونم، یه سری مثال از آینده میاد بزنم، یعنی از اون دوره ها نمیاد. خلاصه شروع کردیم به با داستان خوب و بد رو تعیین کردن، که مثلا یه مثلا باباها برای گول زدن بچه‌ها این کارو میکنن دیگه. مثلا لولوه یه نینیه بود، غذاشو نخورد، لولوه اومد خوردش. خب پس بچه‌ها میفهمن که باید غذا رو بخوره، کار خوب اینه که غذا رو بخوره. شروع کردیم با داستان خوب و بد تعیین کردن، ولی خب داستان 100% باگ داره دیگه. اگر یه سری چارچوبا تزریق نشه به اون داستانه، من میتونم یه داستان بگم که برای تو ضرر داشته باشه، برای من خوب باشه، میتونم بازی بگیرمت با یه داستان. بعد دین‌ها به ما نازل شدن با چی میگن، چارچوبای پیشنهادیشون برای کار درست و غلط. مثلا به ما میگفتن که اینجوری مثال جالب دارم خیلی باحال، به ما میگفتن که مثلا این کارو کنی چیزت میکنیم، عاقبت میکنیم. آره این کارو بکنی میری جهنم. مثلا اگر روزه بگیری، نماز بخونی میری بهشت، اگر مثلا فلان شراب بخوری فلان کنی میری جهنم. مثال دین یهود و مسیح مثلا اینا هم نمیاد. من میخوام دو شاخه‌شم. یکی از شاخه‌ها اینه که چند شاخه نام میبرم. یکی از شاخه‌ها اینه که به مرور زمان دیدیم که نه این داستانا، نه حرفایی که این تصمیمای رادیکالی که بر اساس یه سری روایت‌ها توی اعتقادات مختلف میگیریم، به ما اتفاقا چی میگم قدرت تشخیص درست و غلط رو نمیداد. یعنی که ما یه سری از بزرگترین جنگامون سر این بود که اینجوری بگم وایسا، اونجوری نگم، اینجوری کات زدیم، اینجوری میخوام بگم، اینجوری بگم که قبل از تمام این داستانات، قبل از اینکه داستان برای ما تعریف کنن، چه میدونم اعتقاداتمون به ما بگی که راست و غلط چیه، درست و غلط چیه، ما تصمیممون رو بر اساس چیزی که تو ذهنمون فکر می‌کردیم درسته می‌گرفتیم. حالا اون چیزی که تو ذهنمون بوده یه سری چی میگن تجربیاتمون بوده، یه سری تجربیاتی که چی میگن در اثر تکامل ذهنمون وجود اومده اون فلان، همون ببره که گفتم، یه سری چیزا عقلی، یه سری چیزا مثلا عرفی، عقل و عرف. آره. این عقل و عرفا تو ذهنمون بوده که تصمیم می‌گرفتیم بر اساسش. حالا داستانا اومده، دین و اینا اضافه شده و درست و غلطی که مثلا اینا برای ما تعیین کردن، ولی در نهایت دیدیم که رفتار مردم بعد از این که تمام این چیزا اومدن و به ما گفتن که اومدن کمکمون کنن در واقع تو تعیین درست و غلط، دیدیم که من به چیز دیگه میگم. خب دیدیم که اینجوری شد که اتفاقا معیاری شد برای استناد به اون که ما قبلش میگفتیم اونی که من میگم درسته دیگه، اونی که تو ذهن من درسته. حالا بعدش سند داشتیم واسه اون چیزی که
فکر کردیم درسته میگفتیم ببین تو داستان‌های ما اینو گفته، پس بر این اساس تو باید هم قبیله‌های آفریقایی بودن. داستان معروفی هست یه مثلا کشورهای استعمارگر اومدن این مرز خطی کشیدن بینشون، مثلا مهم نبود واسهشون که این قبیله با این قبیله با این خط میافتن پیش هم دیگه، اینا با هم دیگه نسل از مشکل دارن، یه سری داستانا و قتل عام همینجوری اتفاق میفته. خب یعنی این که این چی میگن اینا ممکن استنادی میشدن بر همون فکر غلط ما، همون فکر غلط ما، درست و غلط، اشتباه تعیین کردن درست و غلط ما. یه سری حرفایی که میزنن تو این زمینه این بود که تصمیم خوب و غلط و خوب و بد و درست و غلط و ما طی صحبتایی کردیم یه سری چیزا چارچوبا، یه سری تجارب، یه سری باورها واسه تعیین میکنن. حالا من سوال از تو دارم، آیا سوال اون مرده بود؟ فکر کنم زودم دارم میپرسم که پیش زمینه باید میچیدم میپرسم که یادم نمیاد پیش زمینه رو، ولی به نظر تو کسی از روی سوء نیت تصمیم میگیره بخواد ضرری به کسی برسونه، بخواد، یعنی مثلا میگم من میدونم که پاره کردن این کار بدیه، با علم به اینکه این کار بدیه تصمیم میگیرم انجامش بدم، مثال دزدی، مثال نمیدونم قتل. به نظرت آیا اینجوریه کسی با علم به اینکه این کار بده اون کار بده رو انجام میده؟ بهش فکر کردی؟ سوال زیبایی است. یک لیوان آب بخوریم یک دوره هم نهایش لیوان آب بخوریم. یه چیزی که یعنی این سیری که من داشتم فهمیدم که کاری که اصلا فرض کن من سیاه تو سفید، یعنی عقایدمون زمین تا آسمون با هم دیگه فرق داره، مثل آقا مثلا هیتلر با یهودا عقاید مقابل هم، اون ضد یهود این یهود. خب تمام این تصمیمایی که حالا مثلا اینم مثال بدی، میخوام یه مثال بزنم که اون ورش هم قدرتمند باشه، نمیدونم رو شوروی و آمریکا شاید بشه مثال بزنم. به اینجا رسیدیم که فهمیدیم که اون آقایی که داره تصمیم میگیره، مثلا اون هیتلری که داره تصمیم میگیره یه ظلمی به یه سری آدم کنه به خاطر اینکه فکر میکنه داره کار درست میکنه، یعنی هیچ کسی نیست، مثلا حتی اون دزدی که داره از یه سری آدم مثلا چیز میدزده حقش خورده شده، مثلا تو ذهن خودش توجیه، دقیقاً یه سری توجیه‌ها داره، مهمترین توجیه هم همینه که جامعه حق منو خورده، اون پول داره پس حق منو خورده، پس برام از اون پول داره حقمو بگیرم، پس این کارو درست. یا مثلا چیزش میگن نمود خیلی واضحش تو داستانا توی چون فیلم سینمایی میشه دیدش، این چیزا رو دیدی، ابرقهرمانا یه سری شخصیت شرور داره داستانشون، شخصیت شرور چه دیالوگی همیشه میگه دنیا چی آشفته شده، بی‌نظم شده، من اومدم یه نسل رو مثلا وردارم من رو زمین از تو دنیا حذف کنم که مثلا درست شه. خودشون همیشه فکر میکنن به صورت نمادین همه اینا، ولی در چی میگن اون داستانی که دارن ارائه میدن توجیه داره پیش خودشون فکر میکنن دارن کار درست میکنن. یعنی حتی این موضوع تو فیلم‌ها هم رعایت شده، اون آدم شروره کار بد فکر نمیکنه داره کار بد انجام میده، فکر کنه داره مثلا نفت میرسونه به کره زمین. یکی راجع به جمله قبلیت یه چیزی رو بگم، اون کار بد. مثلا یارو میگه این حق منه، اون دزده میگه مثلا حق منه، این حرف من نیست و یکی دیگه است که دارم نقل قول میکنم، میگه با کسی نقل مضمون میکنه، میگه با کسی بگه حق با منه، معمولاً حقمه، معمولاً داره کس میگه. با احترام خیلی ادبی بعضی مسائل میکنیم یهو میگیم تو فوش. چرا؟ گفت یکم اگر دلیل داشت، دلیل محکمتر داشت، میاد دلایلشو میگفت، نمیگفت حق منه، چون حق منه یعنی دیگه آقا این حق منه دیگه واردش نشو. مثلا این مثالو مثل میگن شاهی که بگه من شاهم شاه نیست، شاهی که بگه این من شاهم شاه داشت میگه کجا شریه. آره مثلا آقا یارو تو صف نونواییه، خب نفر سوم وایسادی تو، خب
اصلا مهم نیست کجا تو جلوتر تصویر بر تصویر سازی مهمه. خیلی مهمه. یه خانم با یه آقا هم جلو تو. یه مرد خیلی مسنی، یه زن مسن بگم که مثال اگزاجره تر بکن، میاد خیلی خسته و فلان و این چیزا، میخواد نون بگیره، ته صف وای میسه، بعد یکی از تو صف میگه که بذارین این بیاد نونشو بگیره، من نفر سومم و حق منه دیگه. اگر من بگم آقا حقمه نباید این قبل از من بگیره، این کار اشتباهیه؟ کار اشتباهی نیست اصلا، ولی نوع بیان اشتباهیه احساس می‌کنم. یعنی اینجوریه. خب نه اصلا تو نذاری با هر بیانی اوکی نذاری، نه کار اشتباهی نیست، ولی حقشه. حقشه. ببین حق منی که نفر سوم اینه که زودتر بگیرم. خب شاید اگه آلمان بودیم، آلمانی‌ها میگن سردن، خیلی داستانش یا میگه سردن اونجا اوکیه شاید، ولی ما تو ایران اینجوری نیستیم. ما پیرمرد می‌بینیم مثلا کارم بود، من کارم نمیدونم سوم پای میذارم شکلات میگرفتم، میشستم پیرمرد سریع پاشم جا بدم. یعنی برای ما جا افتاده که این کار خوبه از بچگی. اینه که من الان کسی میزنه تو صف اصولا، اگر مثلا همسیس خودم خیلی میزنن، انقدر میزنن، یعنی واقعا یه بار در میزنن تو صف. من هر وقت تو صف وای میسم مثلا یه نگاه حواست باشه دیگه، تو صف وای میسی باید آمارش داشته باشه، مثلا جلویت باید حفظ کنی، اعلام کنی من اینجا. یه حواست نباشه حالا مثلا یه مشکل داری، مریض، یه محسن فلان بحثش به کنار. آره یکی دورش نگاه میکنه چیز میاد تو، چیز زیاد شده اصلا زبلن. خیلی همین من مثلا نگاه میکنم میبینم که آقا مثلا اون سری همین چند وقت پیش یه زنه و بچه، زنه محسن نبود، یه زنه و بچه دهنشو سرویس میکنه، همچین سوسکی بغل اومد و رفت. من چیزی نگفتم، خیلی راحته، حقم واقعا اونجا، صدام بلندتره ماشاءالله، خیلی راحت دارم حقمو میگیرم، ولی خب نادیده گرفتم. خلاصه میگم در کل به ما گفتن این کار خوبه، افتاد زنم که به این جمله که آدم برسه، یعنی معمولا داره کس میگه دیگه. نه دیگه الان حقمه واقعا، ولی خب باید میذاره. آره اون آره، ولی میگم در اون صورت تو نمیگی به زن حقمه، یه خانم نوبت تو رعایت کن، همونه دیگه همون. ولی اگر یکم دلیل داری، آقا تو اوکی یه توانایی جسمانی داری، میتونی وایسی، منم میتونم وایسم، منم عقب وایسم. ولی اگه مثلا یه پیرزنی بیاد یکی دیگه باید بحث کنه که آقا نوبت تو بده دیگه، نه آقا حقمه. آره تو اونجا نمیگی که مستقیم به پیرزنه که وایسا دیگه عقب. آره اونو نمیگی. میای از انگار مغلطه میخوای بکنی. آره. این حرفو آدم میزنه انگار دلیل نداره، شرایط خیلی دلیل موجه، دلیل عقلانی نداره براش، دیگه حقمه. حالا راجبه همون دزده یه چند تا مثال بخوام بزنم، یکیش همین دزده است. یه دزدی سیزده است. آره مثلا بقول مثلا عمل چه میدونم پدر پیرشو داره میده، گفتن آقا تا 3 روز دیگه اینقدر پول نیاری بیمارستان، گفته اگه اینقدر پول نیاری این میمیره، هیچ کاری نمیتونه بکنه، یارو میره بیرون با موتور، دزدم نیست یارو، شغلش نیست، گوشی یکی رو میزنه میره میفروشه پول عملو میده. این کارش اشتباهه؟ یعنی اینجا میدونی چه بحثی پیش میاد؟ میگن که یکی از همین تعاریف میگن که درست کاریه که با هدف من، با منفعت من همخونی داشته باشه. حالا منفعت من میتونه منفعت جامعه امثال من هم باشه. مثلا توی موقعیت‌های کوچیک بین من و تو میشه منفعت من کار خوب، توی موقعیت‌های بزرگتر منفعت جامعه میشه کار خوب. یکی از تعاریفی که مورد قبولی. الان از من اگه از من این سوال پرسی، شاید من میگم کارش غلط نیست اونقدر، خب ولی اگه گوشی منو بزنه و از من میپرسی میگم غلطه. چرا؟ چون منفعت من در خطر اونجا. میگم مثال خیلی باحال میزنه، میگفت دزدی همه میدونی کارو بدیه،
آفرین. حالا مثلا این تویست داستان، پیچیدگی داستان تو این بود که باباش عمل نیاز داره. پیچیدگی اون این بود که مثلا یه دوست تو آمریکا مثلا فلان جا رو دزدیده. مثلا تو فیلم‌ها می‌بینیم یه مثلا قهرمان داستان دزده، چون ضرری به ما نمیرسونه باحال هم هست از نظر اون حتی شاید. ولی اگه پرش به پر تو بگیره اون موقع بدترین آدم دنیاست. خیلی سوگیری جالبیه که خیلی منطقی. حتی اگر احساسی فقط لای احساسی مغزش فکر نکنه، بعداً بهش فکر کنه. یعنی اول میگه عجب کسکشیه، مثلا فرداش هم که تا موقع فکر کردی بازم میگه عجب کسکشیه. شاید عمیق‌تر هم بشه. آره قطعا نمیشه نظر داد دزدی کار بدی است. آره حکم نمیشه اینجوری ساده. میشه گفت اکثرا کار بدی است شاید، ولی اینکه آقا چی شد، یارو شاید نیتش این بود که چه میدونم کارشو ردیف کرد، بعد بیاد یه جوری جبران بکنه، یه جوری که پای خودش هم گیر نباشه، بیا جبران میکنه شاید. ولی خب دزدیده دیگه. آره از دید من شاید نمیشه قطعی نظر داد که این چیزه. خیلی دقیقاً وسط همین بحثا من به این فکر رسیدم که چقدر مثلا کاری قاضی چقدر سخته. تو باید همه اینا رو اشراف داشته باشی تو موقعیت یه نظری بدی آقا این باید بمیره. این باید تا ابد بره تو زندان. خیلی داستانا داره. یه چیز دیگه هم گفتی راجع به همون مثالت. هر کسی که قشنگم بود که هر کسی اگه یه کار بدی داره انجام میده مشرف به این که اون کار بده. مثلا این مثال ذهنم اومد، جق. تو میدونی بده، آره ضرر داره برای البته از یه حدی بیشتری یه کفی داره. دکتری که میگفت بزن آره از یه کف کار داره اون نه ضرر نداره، ولی از یه حدی بیشتر ضرر داره برای آدم. فرض کن تو حد زیادی اون سوال چیزایی که تو گفتی ضررش برای من الان ضررش برای من فکر کنم با اون راحت ترین حالت بشه. یعنی اون موقع هم تو میدونی بده ولی میکنی. تو رو نمیگم تو این نوعی من که ورزش تو که آره تو سفت قوی ورزش مقابل جان هم گفت ورزش اوناشون باید گفت ازدواج تو بالش بودم اینجا بود مقابل جان قوی ازدواج. آره پس تو هست مثال هایی که اکثرا شاید نداشتم این فکر کردم که نه اکثرا اینجوری نیست. نه مثلا میگم این مثالی که تو زدی جخ، مثلا مثال دیگهش میشه بستنی خوردن خیلی به تو حال میده ولی ضرر داره واسه. دقیقاً یه مثال این ور داره یه مثال اون ور داره. خیلی مثال اون ور داره. اکثرا کسی که کار بدی میکنه خودش نمیدونه کار بدیه. همین به نظر من راجب این که گفتی که مثلا ما معمولا تو مغزمون 2 شخصیت داریم فلان. خب اونجا که من گفتم چند تا شخصیت، مثلا منظورم این بود یکی از جایی که چند تا شخصیت داریم اینه که مثلا آقا موقعی که میخوای بزنی، موقعی که میخوای بستنی بخوری خودت دیگه میذاره تا میگم یه شخصیت تو ذهن، یه شخصیت مثلا جنسیت شهوانیت میاد تو ذهنت میگه بزن بابا خیلی حال میده، اون یکی شخصیت تو مغزت میگه که نزن بابا ضرر داره فلان اینا. اون لحظه‌ای که دست میگیری اون کارو کنی شخصیت شهوانیت قوی‌تره، اونه که داره دستون اون کنترل فرمون رو دستون موقعی که موقع انتخاب بستنی مستقیما یه سری هورمون میزنه به مغزت. آره اصلا ما خود احساسی واقعا ما خیلی حیوانی. 4 تا هورمون تصمیم ما رو دارن کنترل. ما واقعا خیلی حیوانی. من واسه میشنوی ما خیلی حیوانی. یعنی عزیزم و خیلی از رفتارهای ما بر اساس گرسنه بودنمون و همین هورمون‌های جنسی و این چیزا، همین دو تا چیز خیلی از رفتارهای ما رو داره توجیه میکنه. ما جنگ داشتیم ولی ما چیز داریم، ما اینا رو انکار میکنیم. نه فقط فضیلت‌های اخلاقی. بابا اول بدونیم ما کجا اومدیم، چی ما چجوری از چند صد سال پیش مثلا این همه داستان نبوده، فلان بوده، در سر تکامل آدم میتونه خیلی چیزا رو اصلاح بکنه. ولی کسی که گرسنه است تو اصلا نمیتونه راجع به بحث منطقی صحبت بکنی. کسی که حشره
تو نمیتونی در مورد دلایل این که تو نباید با این دختر یا این پسر سکس بکنی نمیتونی انقدر واضح باش صحبت بکنی. اون لایه احساسی مغزش اصلا تو هم نمیخواد بره، هورمونا نمیذاره. بعد حالا مثلا بعد که این کارو میکنه میگه که نه حالا شروع میکنی تو نه حالا نه همون موقع شروع میکنه اصلا اقرار نمیکنه به این که اقرار نمیکنه به این که مثلا نه من حشریم یا نه من گشتم فلان. جای این حرفا میاد کلی توجیه میاد، دلیل دیگه میاره. آفرین من کار درست دارم میکنم. بعد این خیلی ضرر داره. این از ورود مرحله احساسی مغز به مرحله درونی مغز دقیقاً مثال دوستانی که دست به کارن قبل و بعد جنگ رو میتونن قشنگ بفهمن که کی روی مغز دیگه توی مغز قشنگ میتونی اینو بفهمی که مغز دو لایه داره نه دو لایه داره، دو بخش خیلی اصلا تفکیک شده داره، سیاه سفید 1-0. آره یه چیزی توی این چی میگن توی یه ویدیویی دیدم خیلی جالب بود، میگفتش که شرایط همون جز باگای تصمیم گیری بود. این که مثلا میگم ما تعریفمون از مثلا من میگم این میکروفون خیلی باحالیه، خیلی دوستش دارم، خیلی خوشگله. من میگم این پارکت باحالیه، دوستش دارم خیلی. داشت راجع به تاثیر شرایط، باگ شرایط به ما میگفت. مثلا این میکروفون تو خیلی دوست داری، 4 تا ویدیو میبینی همه میکروفونای خفن‌تر از تو دارن، بعد دیگه این به چشتون نمیاد. یکی از تأثیرهای فضای مجازی این بود. یکی از تأثیر نمیگم فضای مجازی رسانه رو نشونت میده. آره رسانه اینجوریه، فضای مجازی بدتر، اینستاگرام مخصوصا. مثلا هم تو زندگی روزمره مثلا من داشتم به این فکر می‌کردم واقعا زریه که خودم دارم میزنم ممکنه اشتباه باشه. مثلا اینکه فیک یه چیزی میاد، مثلا فیک یه برندی میاد، فیک فلان کتونی میاد، من توجیهی به جز این که همه میخوان یکی میاد میگه که مثلا مثل اون داستانه میاد میگه این کار خوبه. خب حالا مثلا بالنسیاگا آیفون میاد میگه آیفون 13 خوبه، هر چی جز آیفون داری مثلا خرید 2 جفت 700,000 تومان مثلا میفروشن. حالا تو میری فیکشو میخری فقط خوبه رو، یعنی فقط سعی می‌کنی برسونی. من توجیهی که واسه این فیک زدن و اینو ذهنم همینه. یکی میاد تعیین میکنه واسه تو که خوب چیه، یکی حالا یه جامعه یه چیزی یه برند، تو داری سعی میکنی حالا برده اون خوبش. دور و برتون نگاه کنید خیلی همین مثال هست. من اون بحث چیزی که حالا یه ویدیو میخوایم روش صحبت بکنیم در لحظه زندگی کردن، آره یکی از چیزایی که میشاشه توش دقیقاً همین فضای مجازیه که تو همین خوب و خوبتره رو هی میبینی، میخوای مقایسه بکنی، همش خوبتر از تو هست. آره تو قوی تر هست، تو خوبتر از تو هست، تو پولدار تر از تو هست، هی هست، هی مقایسه میکنی. بعد حالا آدم داره میبینه خب اوکی، حالا دقیقاً بحث همینه که بین خوب و خوبتر حتما آدم باید خوبتره باشه تا اوکی باشه. یعنی چه عجیبی اینا با هم ربط پیدا کرد. یعنی این چیزی که تو هستی یه خوبترم هست، تو اگه همین باشی راضی تری، یا اینکه تو حالت بینا باشی راضی تری، یا اگه به اون برسی راضی تری. کدوم راضی تری؟ مجموع امتیازایی که میگیری از این حالت‌ها تو کدوم حالت بیشتره؟ که بحث زیادی است. این استارت اون بحث حالا اونو مفصل راجعش صحبت می‌کنیم. استارت اون بحث استارت خوبی. بعد عرض کنم به حضور شما که این مثالا رو زدیم و اینا رو گفتیم و یه داستان هست راجع به این موضوع. داستان تعریف کنم واسهتون. یه داستان جنده هم هست. یعنی همه تعریف کردن. میگه که اون روستایی و اسب و اینا رو شنیدین داستانشو. یه روستایی کشاورزی میگه. یه کشاورزی روستا رو نمیگم اون داستانا رو میگه. آره. یه کشاورزی بوده، یه اسبی داشته، اسبش گم میشه. بعد همه میان پیشش، اهالی روستا میگن که چقدر بد چی میدیم اسب گم شده. بعد مزرعه کشاورزی میگه که خوب یا بدش رو کی میدونه. بعد میگذره نشین دستش من گردنم بود ولی شنیدم، حالا یادم افتاد که شنیدم ولی گردنم کرد. بعد میگذره چند روز بعد اسب میره با 3 تا اسب دیگه مثلا از یه گله دوست میشه برمیگرده. بعد همه میان پیشش میگن چقدر باحال، مثلا یه اسب چون 3 تا است. بعد کشاورزی میگه خوب یا بد کی میدونه. بعد میگذره چند روز بعدش این بچه آقازاده کشاورزی
میخواد اسبا رو اسب وحشی رو تربیت کنه، روش اسب میفته پاش میشکنه. بعد میام پیشش میگن که چقدر باید شنیدیم اینجوری شده و مثلا اون عیادت پسرش میگن خیلی بده، مثلا کشاورزی میگه که خوبی آوردش کسی نمیدونه. کشاورزم دانایی بوده. آره این بعضی شنیدم. گفتیم مثلا جنده زواج باور نکرد. بهت جالبه. خیلی باحاله که خیلی با مثال ساده میفهمونه بهت. هر همه این چی میگن؟ حکمتی در کار هست یا نه؟ آره. دقیقاً تو فرهنگ ما تعبیر میشه به همون حکمت و این چیزا. آره. که بعد بچه‌ش فلج میشه. نه بعدش میان واسه جنگ میان ببرن جوانای نیروهای جنگی و نیروهایی که میتونستن به جنگ. من میبینم این پا شکسته نمیبرن. آره. همین میگن چقدر خوب میگه. همینجوری میشه ادامهش داد تا ته. آره. بعد این یکی از بهترین داستانایی که من شنیدم راجع به این که خوبت در لحظه، یعنی واقعا خوبت نسبیه. یعنی مثلا تو نمیتونی بگی. انا این مثال زدم میگم خوبت نسبیه. مثال بعدش رو زدیم که آقا مثلا قتل ممکنه اگر قتل همینجوری کار بدی، اگه دفاع از خود باشه ولی کار خوبیه، یعنی کار بدی نیست. اون تو نگوشی اون میگوشه. مثال اون ورشو بزنیم. اینو توی کتاب بود داشتم میخونم، مثلا ربطی هم به این خوب و بد نداشت. میگفتش که یه کار بدی که با علم بدی که بده یعنی انجام بده. نه این مثالی که میخوام بزنم میگی نه این کار خوبه رو مثال بزنم. مثلا خوبی تو رو من از خوبی تو تعریف کنم کار بدیه، کار خوبیه. میخوام با دوست شم دارم خوبی تو تعریف کنم. تو ایده از هیچی از روانشناسی ندونی فکر کنم خوبه دیگه، ولی خیلی باحاله. میگن که برای ارتباط با آدما بدترین کار لفظ بدم استفاده میکنه اینه که از خوبیای یه طرف تعریف کنی. یعنی اینکه میگن خوبی و بدی نیستی، خوب اصلا اینو ول کن. توی مخ زدن تو میخوای با یه دختری ارتباط برقرار کنی، بدترین کار اینه که زرتی بشینی 7 تعریف بچپونی چقدر خوشگلی چقدر فهمی. بدترین کار اینه. نیتت بد نیست اصلا، کاری هم که میکنی تئوریکال اصلا بد نیست، ولی نتیجه بدی داره. اصلا اون آدم حس بدی داره. خیلی نسبیه. اصلا چقدر راجع به حرف زدیم تو اون اپیزودی که یه اپیزود گرفتیم راجع به اینجا بپرسیم بچه بپرسیم. حالا البته فعلا نه ولی برای حالا بعدها ببینیم اوضاع چجوریه. یه اپیزود گرفتیم در مورد ارتباط بین دختر و پسر که اصلا چجوری باید باشه. آره باشیم نباشیم، دقیقاً چه کارهای افتضاح ترناف نیست، این چیزا رو شروع کردیم صحبت کردن. ولی خب مناسب حال و اوضاع این چیزا نبود، گذاشتیم که بعدها بپرسیم که شما بگین هر موقع که دید همه اوکی باشه کار درست و غلط اون موقعی که جمع مخاطب‌ها و به آزادی بیان ارتباط داره. آره موضوعاتون مربوط به هم بود که اگر چیز باشه اوکی باشه بعد ویدیوها رو بذاریم. خب اینو شما تو کامنت نمیتونستیم. نباید میذاشت. شما تو کامنت بنویسید که مثلا آیا بدیم یا نه، همین. آره بدیم یا نه. آخه من می‌خوام که ویدیوها رو بذاریم یا نه. 100% اصلاح کنیم. آره میم در میارن از این سر. آره اینو می‌خواستم بپرسم. آها یه موضوع دیگه هم که میم در نه این از این سر. اینم گفتم. آره آره مثلا یه سری چیز هست این تو بحث این که یه سری آدم با نیت اصلا معمولا پیدا نمی‌کنیم، من یکی طرف دیوانه باشه که با نیت بد، این با علم به این که مثلا این کار بده رو انجام بده و اینا. سوالی که پیش میاد اینه که مثلا مایکل جکسون یه ترک داره تو کورسش میگه I'm bad فلان. رپرها رو داریم، گنگسترها رو داریم که به بدی خودشون میبالن، میگن که ما بدیم و میخوام یه بار دیگه بچم مثلا دوستمون. نظر راجع به اینجور آدما چی در لحظه؟ من میدونم چون قضیه چیه. اتفاقا که از بحثایی بود که رپ با موضوعی که رپ بحثایی بود که می‌خواستم بنویسم و یادم رفت بنویسم. منم در موردش خیلی دیر به سال زدم. به نظر من چون که یا آرتیستی یا الان طرفدار داره، اون دقیقاً نمیدونه طرفدارش کیان، چه سنیان، چه جوریان، کی چه جوری برداشت میکنه، چه تاثیرات منفی میتونه داشته باشه. با توجه به بحث آزادی بیانی که داشتیم کار درستی نیست. اون اگر بگه من مثلا میرم مواد میکشم، دختر بازی میکنم، نمیدونم
آدم میکشم فلان، یعنی اغراق‌آمیز نمیگم، دقیقاً همین بحثا داره میشه. مثلا اوکی نیست. آقا یه عالمه شخصیت ضعیف داریم توی جامعه، تاثیرپذیر. آره آفرین، تاثیرپذیر داریم. من حرفی میزنم ممکنه روش تاثیر بذاره، خب طرف گاوه. خب من میفهمم چی میگی، حرف قشنگی هم هست، ولی خیلی پیچیده است. اگر بخوایم بر پایه این چیزا هی تصمیم بگیریم، مثلا در زمینه مثل هنر هیچی ما نمیتونیم بگیم چون مثلا زبان فارسی خیلی تفسیرپذیره. اصلا این مثالی که میزنن در این مثال اون برشه، یه سری میگن نه نباید این حرفا بزنید، بعد در توجیهش یه سری میگن که بابا توصیه های مثلا اینکه مثل حافظ و که غزل خوب خیلی که دو بیتی میشه غزل، آفرین سعدی و مثلا پیش چی میگن داستانایی که اونا از عشق میگن و اینجور چیزا تو غزلاشون اصلا افتضاحه. این توصیه آخرین چیزی که تو بخوای توصیه کنی واسه یه رابطه مصداق تاکسیک بودنه. خب چرا مثلا اونا اوکیه؟ ما خیلی از فیلم‌های هالیوود واسه رابطه عاشقانه اون چیزا تاثیر میگیریم، خیلی از این شعرها تاثیر میگیریم. چرا مثلا اونا رابطه تاکسیک هم میدونی که بگاه میده زندگی آدم، فقط اعتیاد نیست که بگاه میده، فقط قتل نیست که اون واقعا بگاه میده زندگی آدم. تو ازدواج میکنی که دوست نداری به خاطر این شعرها و البته اینکه من طبق دو تا از اون استفایی که تو شعر تو فیلم یاد گرفتی میری جلو، اصلا شاید یهو بچه‌دار شدی یهو به اونجا کشید و یهو بگاه رفت زندگیتون. من میگم که اگر اونا رو بخوایم نگیم، اینا هم نباید بگیم. روابط چی میگن شعرامون باید بر اساس توصیه‌های روانشناسانه و مشاور ازدواج و این چیزا چی میگن نوشته شه و فیلتر شه، هیچی نمیمونه. آخه کی میگه اونا خوبن؟ کدوم؟ مثلا سعدی و فلان و چه میدونم شاعرای خفنی، همین شاعرای خفنی نه از حیث منطق نمیان تاثیر بزنن که اونا احساسی تاثیر میذارن. این که رپرها میگن بریم مثلا میکشمت هم از احساس تاثیر میذاره. نه چون این حرفا رو میزنه اونم شبیه حرفا رو میزنه، اون درست بوده پس این درسته. الان باگ این قضیه اینجاست که کی میگه که اون درسته؟ اصلا اونم نباید شاید این حرفا رو میزده. همین. خب من همینو میگم، در نتیجه هیچ نباید هیچ حرفی بزنه، هیچ کی نباید هیچ حرف غیر علمی بزنه. ببین نباید که خب کاری زده میشه، کاری که بده نباید زده میشه. حالا من سوال میکنم، تو با این مضامین و فلان اینا حال میکنی؟ توی پسری حال میکنی، منم حال میکنم. من دید خودم جواب نمیدم. دید حالا فرض کن مثلا بچه داریم، امیرعلی 7 سالشه، میره مدرسه، رپ گوش میکنه، میاد خوب میشه. آره میاد بعد تو اون سن چاقو دوست داره، تو اون سن تفنگ دوست داره، تو اون سن خشونت دوست داره، تو اون سن این براش ارزشه که بزنه مثلا دهن یکی رو بگاد. خوبه. خب اوکی تمام شد. از اون دید اون شخصیت هم جواب میدی؟ خب تو اینجا اینجا یه مشکلی پیش اومد باید حلش کرد. خب حالا یکی از راه حل‌ها اینه که آرتیست رو خفه کنی که این آهنگو ندید. یکی از راه حل‌ها اینه که بزنی بچه‌تو، احتمالاً راه حل من یکی از راه حل منطقی تر اینه که کنترل کنی. خیلی سخته ها. تو میتونی بچه‌تو کنترل کنی تو مدرسه، ولی میره از رفیقش مثلا اون بچه با اون بچه دوست میشه که مامان باباش کنترلش نمیکنن و اون مثلا اون آهنگو از پیش اون از اون رفیقش میشنوه. این دست تو نیست، از دست تو خارجه. این معضلات پیشرفت تکنولوژیه. این از معضلاتش. آره واقعا که هنوز نمیدونم باید چیکار بکنم. به نظر من نه، رپر باید حرفشو بزنه و هر کی هر جور باید که نه، یعنی زده دیگه. آره دیگه. حرفا رو زده. به موازاتش باید آموزش فرهنگ رشد کنه. آره. من راهکاری که ما حداقل بهش رسیدیم، ما که این آمریکا بهش رسیده الان اینه، پرنتال ادوایزری میزنن که مثلا آقا فلان آهنگو از یه سنی کمتر گوش ندن، به خاطر اینکه نمیتونن منطقی تصمیم بگیرن در مقابل چیزی که میشنون. فعلا منطقی ترین چیزی که بهش رسیدیم، چون نه اون درسته نه اینکه بگیم اصلا نگیم. خیلی جالب بود که یه کتابی میگفت ما خیلی سختمونه خوب بودن رو تعریف کنیم. آره. یعنی خیلی برامون محرز و واضح تره که بگیم این بده. آره. بعد بیایم بگیم هر چیزی که تو این گروه بدا نیست پس خنثی خوبه. آره. خوبه.
فایده اند سرویس یه چیزی من زنم. یعنی این بد بودنی که مثلا رپرها دارن میگن و فلان این چیزا شاید هم کمک بکنه که مثلا بگیم آقا مثلا این حرفا که دارن میزنن اینا بده اینا رو بدون درستش هم اینه که انتخاب بکنی به موضوعش با این آموزش‌ها باشه که البته نیست متاسفم چون به رسمیت نمی‌شناسیم رپو. من انقدر سیستم آموزش کشور پیشرفته رو انقدر خبر ندارم ولی برای ما که ریده. ما که کنسل خدافظ. ما هم خودمون باید خدافظی خوشحال کنیم. مسئولین مثلا آموزش و پرورش و فلان خودشون درست نمیتونن کار بکنن با اینترنت. دیگه چه برسه به اینکه آموزش بدن تأثیرات سوء مثلا اینترنت رو بخوام آموزش بدن که بشاش توش. و چی بزنید رسید گفتیم بگی؟ این که میگی که ما بدو میتونیم تشخیص بدیم چی بده یا حداقل فکر میکنیم میتونیم تشخیص بدیم چی بده جز اون خوبه. این یه سوگیری تو ذهن من اومد مثلا خیلی ربطی نداره ولی جالبه. مثلا این رپره مثال نمیزنم من با تو رقیبم از نظر من تو بدی دقیقاً به همین دلیلی که گفتی تو از مواد میخونی تو از دختر میخونی من دارم جامعه رو آگاه میکنم خب تو بدی مثالش داره شفاف میشه تو ذهنم. بعد من این بر اساس اینکه به نظر من با ارزش من تو بدی میگم هر چی به تو واسه بده پس یعنی تو ویوهات بالا پس ویو بالا بده این خیلی بده. یعنی اصلا تو مارکتینگ داره کار من مارکتینگ من دارم پول در میارم. آره تو پول در میاری پس پول در آوردن بده. من مغزم سوت میکشه این چیزا رو میشنم هنوز نمیدونی این چیزا رو بابا. اگر یه دزد داره کار دزدی میکنه که دزدی کار بدیه نفس کشی اون دوزه نفس میکشه پس نفس کشیدن کار بدیه باید تفکیک کنیم. دقیقاً آفرین باید اینا رو بتونیم تشخیص بدیم که این صفاتهای بد و از اون آدم بد جدا بکنیم. آره واقعا آفرین. یه چیزی که یه مثال واسه نتیجه گیری به ذهنم نمیرسید پیدا کردم تمام شد حرفای تو. راجع به اون بد و اینا هم دوستان مثال فاز سوال کنه فقط به نظر تو خوبه اینو میگم اونو بگو بعد من اون نتیجه گیری رو میگم. خیلی نظریه باحالی جولیا خانم مرسی. راجع به این که رپرها میگن مثلا ما بدیم مثلا رپرها تو خدا این هارلی سوار میشن اون گنگا کچلن سفید پوستا مثلا اونا به بد بودنشون افتخار میکنن فکر کنم مثلا بحثا بد بچ دختره میگن ما بد بچیم دوست دارن. این یه جابجایی ارزش اتفاق افتاده. بد بودن که همه میدونیم بده خوب بودن همه میدونیم خوبه. اینا تو یه سری زمینه‌ها فکر کنم بد بودن خوبه. مثلا دخترها فکر کنم بد بچ بودن خوبه. یعنی اینجوری نیست که بدونن بد بچ بودن بده. مثلا تو ایدز میگیری اگه بخوای بد بچ بمونی چه میدونم یه سری بدی‌ها داره هیچ کس اعتماد نداره به هیچ کس تو رو انتخاب نمی‌کنه به عنوان زوجش و فلان اینا رو نمیبینن فکر یه سری چیزای دیگه شو میبینن چه بد بچا مثلا خوش تیپن بد بچا همه دنبالشونن بد بچا چه میدونم همین یه سری چی میگن زرورقای خوشگل دارن بستنی خوشگل دارن فکر کنم اون خوبه پس میان اونو خوب میدونن فکر میکنن اونا دارن کار درست انجام میدن. این یه کانیه پیچیدگی اینجا اتفاق میفته که اشتباه تصمیم گرفته میشه. اوکی تو موزیک اوکی یا خارج از موزیک بده. آره من تو موزیکش من این نظر راجع به این دارم که به نظر من کسی که این کارو میکنه مثلا بد بچ مثلا گروه‌های مثلا گنگ مدرسه و فلان چیزا به خاطر جلب توجه نه همه دلیل نه یکی از جلب توجه چون که اون تعدادی که بدن کمترن معمولا چون همه اگه هم بد باشن صداشو در نمیارن ولی یکی که جسارتشو داره مثلا میگه من بدم مثلا یه قلدری تو مدرسه هست میگه من بدم یه سری دیگه اون مثلا تو خانواده‌اش کتک میخوره کتک میزده فلان مثلا اینجوری آره بانکای نره اون واقعا مثلا بده. یکی دیگه نه تو درس خوبه نه ظاهر خوبی داره نه رفیق داره هیچی صفات مثبت نداره که توی گروه بره تاییدش کنن. تو مدرسه خیلی گروه هست همه چی تو گروه‌های مختلف نشد تنها هم نمیتونه وایسه تنها جلب توجه نمیکنه میره جذب راحت ترین کار اینه که بره جذب اون گروه شره بشه گروه
خلافه بشه. به خاطر جلب توجه. دریشه به نظر من عمدش نه فقط آره واضحه دیگه. تنها ریشه که نمیتونه باشه، در دلیل نیست. این که جلب توجه، من میخوام این بهش اضافه کنم. گفتیم این مثال کجا زدم راجع به زندگی آمریکایی. راجع به زندگی اون یه سری گنج ها و گروه هایی که توی آمریکا هن و اینا، فکر کنم میک میل داشت میگفت، یادم نیست، میگفتش که یه بچه‌ای که به دنیا میاد توی محله‌های فقیرنشین 3 تا راه داره، چند تا راه داره، عددشو بگم یادم میاد چند. میگفت یکی از راهاش اینه که بسکتبالیستشو بره تو ام بی ای درفت شه و مثلا پولدار شه. یه راهش اینه که رپر شه. یه راهش فکر کنم بوکسور هم میگفت، یا مطمئن نیستم، دیلر شه. راه دیگه‌اش دیلر بودنه، بره تو گنگ‌های مختلف. چون می‌بینی تحصیل واسش راه دراز مدت و دور از دسترسه. آره دور از دسترسه. این همه پول خرج کنم برم آیا بشه آیا نشه، آیا نشه. فرض کنم موضوعت که مثلا این مثلا یکی از دلایلی که میگفت یه آدم ممکنه کار بد کنه همینه. آینده لحظه‌ای، سود لحظه‌ای رو ترجیح میده به سود دراز مدت پرهزینه. و از متمم آدم وارد بدی میشه، یعنی تو خوبیا جان نمیشه میره تو اون بدیه. وگرنه ما یه میل، یه سرشت، یه فطرتمون گرایش به خوبی داره بیشتر. چرا اسم اونوری؟ چون اونور نشده بعد میرن اونوری. طرف اگه مثلا خیلی درس خون باشه یا خیلی پول داره، خیلی رفیق بازه، خیلی همه دورشن، خیلی خوش تیپه، خیلی خوش قیافه است، همه چیش مثلا خوبه، رو مثلا فوتبالیست خیلی خفنیه فلانه، احتمال خیلی کمتره که بره جزو، یعنی بیکار نیست یارو. یه سری چیزا داره که به خاطرش افتخار میکنن، هم سر اون دوستش دارن، توجه میکنن، نگم دوستش دارن، حالا توجه میکنن، دورش پره، نیازی نداره خیلی بره سمت اونور. اونایی که اینو کنسلن میرن سمت اونور. من واسه همین پیشنهاد اندروتی تو خیلی استقبال میکنم. میگه بابا اگه حالت بد، افسرده‌ای، کسی قبولت نمیکنه فلان، برو سیکس پک بساز، بعد بیا ببین چقدر زندگی فرق میکنه. خیلی راحته. تو بخوای فوتبالیست شی، شاید اصلا استعدادش نشه باشی، بسکتبالیست قد چه میدونم عصب عضله نداری، نمیتونی دنسر شی فلان بیسار، ولی سیکس پک هم میتونم بسازم. آره بچه ورزش کنیم، پیام بازرگونی لایه پادکست. خب مثالاتو میشنویم. خیانت کار بدی است؟ به آدم خائن نه. فکر کردی میتونی گوش بزنی؟ نه خائن نیست. از کجا میدونی؟ کی تعیین میکنه؟ من. خائن نیست. کار بدیه. کار بدیه؟ در هر صورت. اگه نه دیگه صورتشو تو تعیین خیانت نکرده دیگه. خیانت نکرد. مطمئن خیانت. آره دیگه. حالا یه زنگ دیگه هم بزن بپرسم، ولی تا جایی که من میدونم خیانت نکرد. خیانت کار بدیه. در اون صورت کار بدیه. حالا بذار یکم بازش بکنم. یارو مثلا با یکی دوسته، بس ازدواج نکردم مثلا. یارو با یکی دوسته، یا سر تلطیف شده بگه. با یکی رفیقه، دوست دخترشه، دوست پسرشه. اون پارتنرش بعد یه مدتی میفهمه که بنز کافی براش خوب نیست. خب یهو در این هین یکی دیگه خوشش اومده. خب من اصلا بحثم این نیست که خوبه یا نه، دارم تو میپرسم. انداختم توپو تو زمین تو. خب منم میذارم زمین تو. و یکی دیگه رو دیده. حالا اینجا میتونه چند تا کار بکنه. میتونه با یارو دوست باشه، به این خیانت بکنه، میتونه نه به این بگه، یهو بگه زیر پاش، براش ضرر داره. میتونه تا یه مدتی بهش نگه، اونو آروم مثلا بشونه، در حینش هم خودش میدونه که من این حال نمیکنم، فقط مراقبشم که اذیت نشه، با اونم دوستم. ببین دوستانی هستن که میگن که مثلا توی کتابه خوندم هستن. خب داشت خیلی مثال جالبی زد. اصلا اون راجع به تو میگه خیانت، من تکمیلش میکنم با دروغ. خیانت مرحله بعد دروغ. مثلا میگفتش که تو امروز مثلا من این مسافرت کاری رفتم یه جایی، یه کشور دیگه،
با یکی از همکارای مثلا یه شعبه دیگه‌مون که قرار نیست هر روز ببینمش، مثلا با هم دیگه گرم میگیریم. من مثلا فرض کن زن دارم، زنم خونه منتظرمه، تو مسافرت کاریه با یه همکار خانم دیگه دارم صحبت میکنم، خیلی گرم میگیریم، بحث خود شخصی میشه. شب تمام میشه، میام خونه، زنگ میزنه مثلا زنم، یا اصلا میام پیش زنم، مثلا زنم میپرسه که چه خبر، چیکار کردی؟ حالا تو دو راه داری. یه راه اینه که راستشو بگی که من با این زن لاست دارم، یه راه اینه که شما بگی که هیچی، من تو اتاقم تنها نشستم، یه ساندویچ سفارش دادم، تموم شد. راه تو دروغ انتخاب. چرا تو انداختی تو زمین؟ گفتم چرا توپی تو زمین تو رو بازی نکردی؟ خب اینجا به نظر من بذار بگم جوابش. بگو تو جوابتو بگو که منم جواب خود دیگه. یا میخوام از من بگم. همیشه راست گفتن خوب نیست. درست نیست. اگر تو نیتت لاشی بازی بوده، مثلا تو رفتی با یه همکار دیگه فرام لاشی بازی داری میاری، تو یه کار بدی رو قبل کردی، تو لاشی بازی کردی، حالا میخوای بگم یا نگم؟ یعنی مثلا 50 تا کار بد کردی یا نگم؟ بعد داری به این 50 تا کار بد کردی، یعنی فکر کنی که 5 تا کار بد بکنم یا نه؟ کار بد کردی قبل. ولی اگه بحثت خیانت نبوده، یا واسه مکنه فهمیدی که اون داره با تو تیک میزنه، تو هم وارد که شدی ولی تو نیتت این نبوده، بیای بزنت بگی که اونجا نبوده، اون فکر خیلی بدتری بکنه و ضربه بزنه به رابطت، پس کار درستی نیست. همیشه راست گفتن درست نیست. اگر تو مثلا تو این دقیقا تو این مثال همین، نه واقعا همینو همه میگن تو این کتاب همین میگفت، خیلی جالب بود که مثلا یه آدمی که کتاب نوشتم، من فکر کنم مثلا ما آدمای ناچیز این تصمیم میگیریم، میگفتش که شما داری یه کار خورد، میگفت شما داری یه کار بد میکنی، پیشه چیه؟ سیاه شغل. میگفت تو دروغ گفتنه داری یه کار بد میکنی ولی به جاش داری حفظ میکنی چیز خوب. اون چیز خوبه چیه؟ اعتماد، زندگی زناشویی مقایسه میکنی اینو. آره اگر بیای راستشو بگی، یعنی یه کار خوب کوچیک کنی، خب حالت قبلش این بود که یه کار بد کوچیک کنی، دروغ میگی که یه کار خوب بزرگ کنی، یعنی حفظ کنی رابطه. خیلی پیچیده است مثالش، این چجوری نمی‌ذاری این فکر کرد. حالا میگه فرض کن یه کار خوب کوچیک میکنی، یعنی چی؟ راستشو میگی بزنه. حالا چه اتفاقی میفته؟ هیچی بینتون نبوده، شما مثلا یه قراری بوده صحبت که تموم شده، مثلا درگیری احساسی با اون زنه پیدا میشه، بچه‌ای هم به دنیا نیومده. یه ساک. ولی حالا اینجا تو اولش که نیتت اون نبوده، مثل به هورمونا نسبت احساسی مغز دیگه، اونم که آقا ما که حیوانیم. اینا شوخی های که بازه تا اینجا میگه که تا اینجا بخند من اینجوری خواهد میگه که اینجا حالا تو کار خوب کوچیکه رو کردی، راست گفتی، ولی یه اتفاق بدی افتاده، این که زنه فکر احتمالشو به دست داده، زندگی جفتتون اصلا پوشیده، در صورتی که میشد با دروغ کوچیک که ضرری هم اینجا به کسی نمیزنه، که بهش میگن مصلحتی، دروغ مصلحتی. اینجا دین براش راهی گذاشته که آقا بنازم دین نیست، البته این فرهنگه، چیه؟ سنت. آره این سنت و عرفه. آره این بود. من این دروغا رو می‌خواستم مثال بزنم. جالبه. مثالی داری؟ آره تو مثلا با یه دوست دختر داری، خب از چه سنی پایین تر باشه باش سکس بکنی کار بدی است. تو همین مثل یه ویدیو دیگه دوباره خف کردیم اونو. یادم این سوال پرسید دوربین که خف کرد. چه میدونم آقا به ما گفتن 17 ما همین چشم به ما که 18 گفتن برادر کشورهای مختلف. ما میدونی که بچه استرالیا سختی کشیده گلا مغزش بازیده. ولی ببین میشه گفت سن اینو بذار اول پیشنهادش بدیم. کشورهای مختلف واقعا فرق دارن با هم. مثلا واسه مشروب خوردن یه سری جا هست میگن 18، یه سری جا میگن 20 خورده‌ای.
یعنی خیلی هنوز کسی نمی‌دونه که آخه وابسته به اینه که طرف بتونه تصمیم منطقی بگیره. خب یعنی احساساتش بتونه اون چی میگن غلیان هورمونال دیگه به ثباتی رسیده باشه، بتونه بین احساسات و منطقش تفکیک قائل شه و که یه سری تا 30 سالگی هم نمیفهمن، تا 40 سالگی هم نمیتونن کار بکنن. واگی داره واقعا، مرز نداره، برای همه حکم نمیشه گفت. مثل همین که آقا مثلا نصف شب تو خیابونی چراغ قرمزه، هیچکی هم نیست، رد نشن. آفرین. آقا رد چی، جریمه هم نشی، به ضرر کسی هم نرسه، اوکی، دید من اوکیه. دید منم اوکی. ولی اگه یکی کم حواس باشه، خوب دقت نکرده باشه، اگه رد شه ممکن اصلا تصادف هم نکنه، واسه استرس یکی دیگه بشه، چراغ رد کرده، اونو ندیده بود. برای اون آدم اون وایسه. آره. اونی که انقدر دقت نداره به اطرافش. اینم نمیشه جواب قطعی گفت. اونقدر مرز نداره. آره. مرز نداره. باید جدا جدا چیز کرد. من دختری میشناسم که 35 سالشه. ولی مغزی به اندازه آره دقیقاً عین یه بچه 7 ساله فکر میکنه زندگی میکنه. من امروز میخوام شاد باشم پس برم بشاشم تو زندگی. بعد مثلا پس فرداش هم میبینی که واو من چقدر بدبختم چقدر. اونقدر بچه داره فکر میکنه. ولی من شاگرد دارم، چه دختر چه پسر، مثلا فقط دختر نیم، در 15 سالشه 16 سالشه، یه جوری حرف بزنه پشمات میریزه. باید بشینی یاد بگیری فقط ازش. من فقط به یارو مثلا فیزیک یاد میدم، ادامه چیزا رو میگم تو حرف بزن و گوش کن. یعنی باید یاد بگیری. نمیشه گفت. نه واقعا نمیشه. برای اینکه عدید مثلا من سیاستگزار، منی که دارم یه عرفی رو دارم مینویسم، یه چیزی رو دارم به همه دیکته میکنم، اگه عدد نگم همکار بدیه. آره. نگم آقا زیر 18 سال مثلا فلانه، تو کشور مثلا اروپایی میگه آقا زیر 21 سال تو فلان دیسکو، زیر 18 سال تو فلان جاها مثلا تو نمیتونی مشروب بخوری. عددم باید بگم. ولی همونم که عدد گفتم میدونه که این عدده یه کلیاتی رو درست میکنه، ولی 10% هم واسط به گاه میرن، اون میاد به 90% میچسبه. آفرین. که یه همون 4 و 1 از 4 تا. آره آفرین که تو میبینی که به حرفی که دارم میذارم به نفع چند نفر، به ضرر چند نفر. آره. جو توجیه میشه. آره. که باید بگه. ولی یه چیز دیگه ازت بپرسم. 2 تاست که یکیشو فقط تیترشو میگم، بعدم خواهیم صحبت بکنیم. خیلی هم مهمه. خودخواه بودن بده، خوبه، واجبه، بده، چیه؟ بعد دوباره دارم سعی میکنم با خطکش خوب و بد از این زاویه بهش نگاه کرده بودم. خودخواه بودن هممون میدونیم تا تو یه سری مسائل خوبه، تو یه سری مسائل بده. خب من حس میکنم اتفاقا اکثرا میگن خودخواه بودن بده. اکثرا بگین خودخواه بودن بده یا خوبه. به نظر من اکثرا میگن بده. اگر هم طرف کامنت بذاره بگه خوبه، تو تعارف میکنه. معمولا اینجوری جواب. من خیلی آدم حرف زدم پرسیدم اینو. من مثلا حس میکنم، میگم از این زاویه نگاه کردم، سرعتی بخوام با این چیزایی که حرف زدیم و میدونیم الان قانون مثلا واسش بذارم، مثلا اگر دراز مدت خودخواه بودنه تصمیم میخوام بگیرم خودخواه بودن توش دراز مدت به نفع خودمه، کوتاه مدت به ضرر بزنم تو. من شاید الان ناراحت چی، ولی دراز مدت به نفع من الان توی آینده. آره. اینا رو مقایسه کنی. احساس میکنم نمیشه، بعضی جا باید فداکاری کرد. مثلا تو همونجا ریله بود، مثلا تو اگر خودخواه باشی میگی گروه 5 نفر بذار ببینن، خودخواه نباشی مثال اکستریم خودخواه نبودن، میپری زیر قطار که اون 5 نفر زنده بودن. نمیشه گفت غلطه در واقع. ولی من میتونم بگم که من انتخابم تو خیلی از مسائل اینجوریه که ضرر و همون نتیجه گرایی بود. واقعا میسنجم که الان اگر مثلا میگم داری با یکی مکالمه میکنی در صورتی که کار داری، مثلا نشسته پیشت داره حرف میزنه باهات، چقدر داری ضرر میکنی از کارت، چقدر میارزه مثلا اون آدم چقدر واسط مهمه، مکالمه رو ترجیح میدی یا اینکه مثلا عذرخواهی میکنی ازش رو به کارت میرسی؟ به نظر من اکثر کارامون، نمیگم همه،
اکثر کارامون بر اساس خودخواه بودنمونه. این که هست. من خوب یه سری اولین مثالی که میزنن میگه نه آقا یکی به یکی دیگه داره محبت میکنه، حتی مادر داره به فرزندش از خودگذشتگی داره نشون میده. به نظر من بازم خودخواه بودن مادر است، ولی خودخواه بودن خوب. مادره به فرزندش محبت میکنه چون خودش حس خوبی داره، خودش حال خوبی داره. تو رفیقمی، من به توی محبتی میکنم بدون چشم داشت، بدون هیچی، چون حال خودم خوبه. آره. خب چه خوب که خوبی من در گروف خوبی تو باشه. آفرین. این خودخواه بودن تعریف میشه. من خودم دارم این کارو میکنم، ولی خب یه خیلی دارم به یکی میرسونم، ولی برای خودم. راستی نه جالبه. پدر مادر همه این مثالو میزنن، دکتر خودت به بچه‌ش شیر میده، میره کار میکنه، بیشتر کار میکنه، پدر دهن سرویسشه، بچه‌ش تو رفاه باشه، فلان باشه. بچه‌شه به خاطر خودشه. همین. به خودشه. اگر کار نکنه ناراضی از نوع پدری کردنش ناراضی. اینو به خیلی بگی عصبی میشن. نه آقا یعنی چی؟ یعنی میگی من فلان، این یعنی پدر مادر من. ولی یکم که این میشه قسمت احساسی مغز فکر میکنه، یکم که بره تو فکر کنه راجبش، یکم فکر کنید، یا اگه میتونی یه مثالی بزنید که چه کاری صرفاً تو به خاطر یکی دیگه داری انجام میدی و خودخواه بودن نیست. این مثال بزنید اگه هست. من ندارم. من چه مثالی ندارم. همین که گفتم حسین فهمیده، اونم چون بر اساس باورهاش این بوده که آره من حال خوبی دارم، ولی از اون ور خودخواهه که اگه اون نباشه خب خانواده‌اش چی؟ راستی. یعنی بازم توی وضعیت همه چی. آره ولی خب چه خوب که آدم خودخواهی خودشو در اشتراک داشته باشه، خوبی رسوندن به یکی دیگه. آره. اینو تعیین بکنه، تعریف بکنه برای خودش. نه اینکه آقا من مثلا به بچه چک میزنم، خواستم چک زدم فلان، من خودم خوشحال باشم. نه آقا من چیزم به یه کسی توی خیابون دارم کمک میکنم، دارم یه حالی میدم، خودمه، ولی خب دارم میگم دارم حال میدم. آره. خودخواه بودن خوبیه. به نظر من همه چی بر اساس همین اینو میگفت قوی‌تر دارم میام. همه چی بر اساس خودخواه بودن. میگفت ما مثلا داریم سعی میکنیم به سمتی بریم که خردمون به حد اکثر برسه، یه سری تصمیمایی برای هم دیگه، برای جامعهمون بگیریم که مثلا میگم این جنبش‌های حمایت از همجنسگرا و فلان اینا همش داره به سمتی میره که ما تصمیمامون خیر به بیشتر آدمای اون جامعه خیر برسونه دیگه. در طی مدت هم طول زمان هم هی داره تکمیل میشه. همین داریم میریم دقیقاً به این سمت، داریم میریم به سمتی که منی که دارم برای منفعت خودم تصمیم میگیرم، منفعتم با منفعت تو یه راستا باشه، ضرری به تو نرسونه. آفرین. حداقل به یه سری تعداد خیلی کم ضرر برسونه، ولی به تعداد بیشتری آوازش سیم. آفرین. میدونی الان اینو برای چی گفتم؟ آخرین بحثم بود که یه چیز دیگه است، با عنوانش گفتم میگم که خودخواه بودن یعنی تمام این چیزایی که خوب چیه بد چیه ریشش از ابتدای بشریت بود که آقا من وارد گروهی میشم، من تو خوبی میکنم که حواسم به تو هست که تو باشی که منم باشم، بتونیم یه اکیپ قوی تری باشیم. همش از خودخواه بودن شروع شده. تمام این تعریفای خوب و بدیمون تمامش وقتی از اون شروع شده، خودخواه بودن چیز بدی نیست، ولی اوکیه. نه واقعا چیز اوکیه، چیز منفی نیست. خودخواه بودنی میشه بعد استفاده کرد، ضررش برای کمتر آدمایی کم باشه. این چیز مانند چاقویی که تو باش میتونی میوه پوست بکنی، میتونی اثر هنری میتونی آدم مثلا 400 باش. میگفت چیز یه توصیه‌ای داریم تو دین، میگن که هر وقت می‌خوای تصمیم میگیری فرض کن خدا داره میبینتت. برای کسی که معتقدن و اعتقاد راسخ دارن خیلی حسم خیلی کاربردیه. خیلی آره خیلی کاربردیه. تو خودت نمیتونی تصمیم بگیری واسه درست و غلطت، پس یکی رو تصور میکنی که میزنه میگه خودت میذاری جای یکی دیگه، دقیقاً داره این کارو میکنه، خودت میذاری جای یکی دیگه، یه ور دیگه بیرون داری میبینی. خیلی تاثیر داره. خیلی. یه چیز دیگه هم در مورد قضاوت بود که میخوام یه ویدیو راجع به این صحبت بکنیم بعدا. که قضاوت کردن خوبه یا بده. اینو اصلا واردش نشیم که خیلی باید واردش بشیم. آره قضاوت هم بر پایه این که ما میدونیم چه کاری خوبه چه کاری بد است دیگه. آره دقیقاً. اینو هم بعدا ویدیو راجعش میسازیم. اگه ایده باحالی تو ذهنتون هست کامنت بذارین،
فکر کنیم ما یه چیزی باحالی بود به نظر ما یه ویدیو بسازیم بعدن راجع بهش موضوع ویدیو. آره و این مثال هم مونده چیز من مونده کار من مونده بفهم خانم جولیا راست میگی خانم جولیا طبق چیزی که من تو این کاغذ نوشتم الان پیداش میکنم. میخوام جوری که خودش گفت بگم خیلی جالب تعریف کرد. میگفتش که خوبی اومدی نه میگفتش که Imagine you're a soldier. میگه تصور کن مثلا شما یه سربازی توی میدون نبرد تصمیمی که میگیری یه گریزی میزنم به حرفی که گفتی یک لایه بیرونی لایه درونی تصمیمی که میگیری بر اساس چیه؟ بر اساس اینکه چه کاری درسته کیو بکشم کیو نکشم. تصمیم بر اساس واکنش لحظه‌ای دیگه و اینجوریه که کسی نزدیک توشه فرض میکنه مثلا هم رزم خودته و هم تیمی خودته مثلا به هر دلیلی لباسش کنده شده تو جنگ بود دو سمتت مسلح هست در لحظه تصمیم میگیری بکشیش. ممکنه اشتباه کنی ممکنه تو جنگ خیلی ها میشنن که خودی میزنن میبندن به گوله خودی هم میزنن دشمن هم باش میزنن. خب این میشه سربازی که بر اساس اون تصمیم لحظه‌ای واکنش لحظه‌ای تصمیم میگیره. در مقابلش میگه تصور کن اسکاوت سخت فارسی لایه فارسی گفتن اسکاتا چیکار میکنن؟ میرن خدای دنبال کنه فارسی نداره اسکا میرن میبینن که میرن جلوتر. الان که البته همیشه جی پی اس و نقشه داریم قدیم خبرچی و این چیزا آره میرن با دوربین میبینن که مثلا تو مسیر لشکر چی مثلا دشمن چه تله هایی چیده قطعه کجاست کجا کوهه کجا رودخونه است فلان. یه حالت آمار منطقه رو میگیرن. این بازی استراتژیکی زیاد است. راید میشه اسکاتو میفرستیم نقشه‌تو روشن میکنه واسات. اونا بر چه اساسی تصمیم میگیرن؟ مثالی که میزد چی بود دقیقا؟ اونا بر این اساس تصمیم میگیرن که ببینن واقعیت چیه. خب یعنی بالفرض شنیدن که مثلا 200 متر جلوتر رودخونه است. خب حالا میرن خودشون نگاه میکنن با دوربین حالا با هر چیزی اگر ببینن رودخونه نیست واکنش لحظه‌ای ندارن یاد میگیرن که رودخونه نیست مثلا 700 متر اونورتر رودخونه است. خب ولی سولجر سربازه چیکار میکنه؟ لحظه‌ای تصمیم میگیره. اصلا نمیخواد تو میای سمت من نمیخوام بدونم تو دشمنی یا چیزی وقت ندارم سوال سری میزنم لحظه‌ای تصمیم میگیرم. یه داستانی که تعریف کرد راجع به جنگ جهانی فکر کنم 1890 و اینا جنگ جهانی اول فکر کنم میگفتش که یه جاسوسی پیدا کردن فرانسوی‌ها تو ارتششون قبل 1890 قبل جنگ جهانی اول که 1900 مطمئن 1900 خوره جنگ اول قبلش بود همون هولوش میگفتش که یه جاسوس پیدا کردن فرانسوی‌ها بینشون درایفر اسم جاسوسه بود. حالا قبل از اینکه جاسوسا رو پیدا کنن یه دستخط پیدا کردن افتاده تو سطل آشغال دستخط رو کاغذ پاره شده بود درشان رسوندن من دستخطش رو دیدن دستخط بقیه رو چک کردن یکی از بین تمام کارکنای اونجا اون مثلا سازمانشون ادارهشون پیدا کردن به عنوان اینکه این جاسوسه. همه چی رو چک کردن از مدارکی که میگفته این جاسوسه فقط دو چیز بود دستخطش یک کم شبیه بود و اینکه یهودی بود تنها یهودی بین اونا بود اونا هم یهودی ستیز بودن اون موقع تو اروپا. تصمیم اینه که این فلان این جاسوسه بعد میان بررسی میکنن که مثلا بچگی چیکار کرده میبینن بعد زبون آلمانی هم که بلد زبان کارش حافظش هم که خوبه جاسوس هم حافظشون خوبه پس دیگه قطعا اینه محکومش میکنن میفرستن زندان. بعد میره زندان میبینن که هنوز مثلا این چی میگن اقدامای جاسوسانه هنوز ادامه داره. دوباره دستخط دیگه پیدا میکنن حالا دوباره میشینن میگردن ببینن که با دستخط کی جوره یکی دیگه هم پیدا میکنن میگن که مثلا این هم دستخطش با اونی که پیدا کردن خیلی بیشتر حتی منطبقه. ولی اتفاقی که میفته چیه؟ یه فرمانده‌طوری پیدا میشه میگه که خب بابا اون یارو درایفر گفتم میگه اون خب بیگناه دیگه وقتی جاسوسی ادامه پیدا کرده بعد از زندان رفتنش و یکی دیگه هم پیدا کردن دستخطش خیلی منطبق تره پس اینه دیگه. بعد که اون قاضیایی که
محکوم کرده بودن اونا میگن نه این جایگزین اون آدمه، یعنی میخواد ادای اون آدمو در بیاره یا راه اونو مثلا پیش بره یا من دست نشانده اونه و یعنی اونم گناهکاره. خیلی باحال میگفت ما یه چیز داریم کانسیکوئنشال، تصمیم گیری بر اساس نتیجه بود. یه چیز داریم به عنوان تصمیم گیری بر اساس موتیویشن. میگه که ما تو تفکر سولجرمون، تفکر سرباز که لحظه‌ای داریم تصمیم میگیریم، یکی از تله‌هایی که میتونیم توش بیفتیم تصمیم گیری بر اساس موتیویشن. موتیویشن یعنی چی؟ یعنی که طرف یهودیه پس قطعا دشمن، یهودی ستیز دیگه پس یهودیه، پس قطعا اگر جاسوسی چیزی باشه اون یهودی است. سوگیری داره. یه باری کلمه گم کرده بودم. بعد عرض به حضورتون که میگفت این تفکر اسکاوت رو در مقابلش میگفت برای که نیفتیم تو این تله که بتونیم قضاوت بهتری کنیم. حالا میره تو بحث قضاوت و اینجا هم میشه اشاره کرد بهش که مثلا درست و غلط رو بتونیم بهتر تشخیص بدیم. میگفت راهکاری که پیشنهاد میداد همون تفکر اسکاوت بود. میگفتش که ما نباید بر اساس موتیویشنی که داریم، بر اساس چیزی که سالهای سال مثلا کردن تو ذهنمون، سال فکر کنیم این درسته اون غلطه، تصمیم بگیریم و هر کسی هر چیزی ضد اونا گفت لحظه‌ای واکنشی بهش نشون بدیم. میگفت بجاش این که میگفت باید این کارو کنیم البته خیلی ریشه‌ای از بچگی باید آموزش بدیم، ولی حالا میگفتش که باید شوق اینو مثلا فرض کن به عنوان پدر، به عنوان سیستم آموزشی توی بچه شوق اینو ایجاد کنیم که اگر اون بچه فهمید که داره اشتباه میکنه تنبیهش نکنیم که دیدی ریدی، باید یه جوری بهش این احساس رو بدیم که حالا که اشتباه کردی چیز درست رو فهمیدی، از این که چیز درست رو پیدا کرده خوشحال شه، نه اینکه از این که اشتباه میکرده ناراحت شه. اگر از این که بفهمه اشتباه میکرده ناراحت شه و تنبیه شه، مثلا بزرگ میشه با همین الگو بزرگ میشه، میرسه به 30 سال با همون طرز فکر بزرگ شده، اصلا خودشو یعنی اینجوری هویتشو در قالب عقایدش، در قالب درست و غلطایی که تو ذهنش بوده تعریف کرده. یه نفر بیاد بگه اون درستی که تو میگی غلطه، 100% دفاع میکنه چون هویتش بر پایه اون است. یعنی میگم یکی از راهکارها اینه که باز بذاریم خودمون رو در مقابل این و اصلا اشتیاق داشته باشیم به اینکه یاد بگیریم، به اینکه مثلا همون که اول بحث گفتی شک کنیم به چیزایی که شنیدیم. این تحت عنوان این طرز فکره داشت آموزشش میاد که فکر کنم خیلی کاربردی باشه. دقیقاً راجع به همین که گفتی یه چیز آخرش هم یه جمله راجعش بگم که یه بچه اگه کاری بدی کرد فلان می‌کنه، بحث تربیتی بود. یه کتاب دیداشم می‌خونم که میگفت مثلا یه بچه دروغ میگه، گفتی با هویتش تو مبارزه کردی یا رو گارد میگیره اصلا بد میشه. گفت بچه دروغ میگه نباید بگی تو دروغگویی، بگی تو دروغ گفتی. اگر راست بگی دقیقاً یه تشویقی بهت میدم. ولی الان چرا دروغ نباید بگی؟ چرا دروغ گفتی؟ نه چرا دروغگویی؟ زمین تا آسمون میگفت بین این دوتا فاصله است که بگی دروغگو طرف میره تو میگه مثلا من دروغگوام، من که راست گفتم دیگه بلد نیستم. ولی اگه بگی دروغ گفتی، دروغگو نیست، خیلی فرق داره، خیلی تو شخصیت اون بچه فرق داره. حالا ببین چقدر نسل قبل ما اصلا نمیدونستن این چیزا رو و چی شدیم. داشتی 8 تا وقتی خالد 25 تا دایی تک نمیشون تربیتشون بخون. تو اصلا دروغگویی نه، تو اضافه خرجا 8 تا سیب زمینی داریم 12 نفریم بس دیگه. آره خلاصه این بود نظرات ما و اجماع نظرات بقیه و دیدگاه ما به برداشت‌های ما کلا راجع به این موضوع. نظرتون رو بگین، چیزایی که تو را گفتیم به کنار، نظر شما چیه؟ درست و غلط میتونین توی جمله‌ای توضیح بدین یا مثالایی که گفتیم اگه میتونین شما مثال بیارین مثالتون رو میخونیم جواب بدین ببینیم که هم نظرین با ما یا نه. در مورد اون ویدیوهایی هم که گفتیم نظرتون رو بگید بدیم یا نه، چون ویدیویی که اپیزود 0 مونه در واقع که ضبط شده و بیرون نیومده. همین سابسکرایب و لایک و چیزا هم که یادتون نمیره دیگه، زنگوله هم بزنید فقط سابسکرایب. تا ویدیوی بعدی.